یک متنی هستش که به عنوان مقدمه من میخونم و در انتهاش یه سری سوالات مطرح میشه. اول شایان و بعدش امیر شروع میکنن به پاسخ دادن به سوالات و دیدگاه خودشون راجع به این مسئله‌ای که مطرح شد. آیا سوالی هست؟ خب از زمانی که ما نخستین نوشته‌های معماری را از قلم ویتروویوس خواندیم و مسئله این که طراحی یک ساختمان چه جنبه‌ای باید داشته باشد و استفاده از دو ترکیب اندیشیدن و ابداع به عنوان دو رکن اصلی در طراحی مطرح شد و در ادامه مسئله ترسیم را به 3 سیستم ایکنوگرافی، ارتوگرافی و اسکنوگرافی تقسیم کرد، شاید بخش بزرگی از آنچه که ما تاریخ معماری می‌خوانیم هرگز به این سوال ورود نکرده است که آیا ساختمان و ساختن می‌تواند متفاوت باشد یا نه. شاید زمانی که در نیمه قرن 18 میلادی اتین بوله در بازخوانی نئوکلاسیک شهر پاریس مشغول ترسیماتی قدرتمند بود و سعی می‌کرد به آنچه دیتیل زدایی از معماری کلاسیک و سوق آن به سمت کاراکتر فضا بپردازد، یا پیرانزی مشغول ترسیمات خود و کار روی پروژه‌های زندان‌های خود بود، توجه جهان معماری کمتر به این تصاویر جلب می‌شد. این ترسیمات سعی داشتند از زمان جلوتر روند و در این پروسه از یک شرط محدود کننده معماری یعنی کند بودن عمل ساخت رد شوند و با ترسیمات فضا را جلوتر از ساختمان تصویر کنند. از سوی نقاشی در عصر رنسانس معطوف به کشف پرسپکتیو و آن چیزی بود که بازنمایی واقع‌بینانه‌ای از اطراف و زندگی بشری بود و انسان اومانیست در ادامه مسیر بازخوانی عصر کلاسیک قرار داشت. کتاب در باب طبیعت چیزها اثر لوکرتیوس به دست پوجو براچولینی در صومعه‌های آلمان کشف شد و این خود بازگشتی را به مسئله انسان و کشف طبیعت که از بعد از ارسطو به فراموشی سپرده شده بود رقم زد. این تأثیرات در حوزه فلسفه و ترسیم و نقاشی بودند که توانستند بنمایه‌های کار بوله و پیرانزی را فراهم کنند. ترسیمات البته در حوزه شهرسازی و نقشه‌برداری از شهر همواره از معماری جلوتر بود و نقشه‌ها و اسناد سده‌های فراوانی را برای تکمیل شدن طی کرده بودند. نقطه مهم این تکامل در همان سده و توسط پیرانزی با نقشه رم شکل گرفت. او شهر روم را در بازتعریف خود از خوانش نقشه تبدیل به جزیره‌ای از فضاهای عمومی بازمانده از روم باستان و جنبه‌های عمومی شهر کرد و جای فضاها را در نقشه‌ها تغییر داد و رویاپردازی را در نقشه‌برداری شهری وارد کرد. در سوی دیگر جان باتیستا نولی قرار داشت که با نقشه‌های دیگر از روم خوانش نقشه را به منزله آن چیزی که واقعاً هست زیر سوال برد و لایه‌ای از تحلیل را به آن اضافه کرد. او در نقشه‌ها و خوانش فضای پروخالی را تغییر داد و فضای عمومی را در فضای خالی شهر خوانش کرد و به این ترتیب نقشه‌ای متفاوت از روم ارائه داد. این شکل‌های شهری قطعاً با سرعت بیشتری از ساختار معماری در حال رشد و توسعه و امتحان بودند. این تاریخچه برای آن بود که مقدمات تفکر پیپر آرکیتکچر یا جنبش متابولیست‌های ژاپنی و آن چیزی که در انگلستان به آرشیگرام و در ایتالیا به آرشیزوم و سوپر استودیو بدل شد و نگاهی که اتونومی معماری از سوی کسانی که به درون دیسیپلین بها می‌دهند که سوپر استاری به نام آیزنمن آن را نمایندگی می‌کند بیان شود. نوع نگاهی که در ادامه و در سیستم آموزش پیشرو ما نمایندگانی فراوانی دارد. معماران بزرگی که با رجوع به منابع نزدیک به این دیدگاه به دنبال وضع کردن پروژه‌های خود به این نوع از نگاه معماری هستند که قطعاً در فضای حرفه‌ای معماری ایران مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرند. در این میانه اما نوع نگاه دیگری به این دیسیپلین معماری وجود دارد که توسط کسانی مثل روسی، گراسی، اونگرس، ونتوری و اسکات براون دنبال می‌شود که در تاریخ معماری معاصر حتی تا همین اواخر کمتر به آن بها داده می‌شد و چیزی که آنها مطرح می‌کردند مداخله در فضای شهر و نجات شهر از طریق معماری بود. آنها به بیرون نگاه می‌کردند و به دنبال راه‌حل‌های عملی برای شهر بودند. از سمتی دیگر و با رویکردی انتقادی، سیچویشنیست‌های اینترنشنال با پلانی از شهر پاریس قدم به مسئله شهر گذاشتند. به طور کلی نظریه موقعیت‌گرایی نشان دهنده تلاشی برای ترکیب حوزه‌های متنوع از رشته‌های نظری در نقد جامعه سرمایه‌داری پیشرفته اواسط قرن 20 بود. اساس نظریه موقعیت‌گرایی مفهوم اسپکتاکل بود. این مفهوم به حکومت استبدادی اقتصاد بازار که به حاکمیتی غیر مسئولانه پیوسته بود و کلیت فنون جدید حکمرانی که با این سیستم همراه بود اشاره دارد. نقد یک پارچه از سرمایه‌داری پیشرفته که دغدغه اصلی آن گرایش فزاینده به بیان و میانجیگری روابط اجتماعی از طریق تصاویر بود.
این تحولات معماری را به سمتی سوق می‌دهد که هر روز بتوان از روی کاغذ ایده‌هایی را در فضا جلو برد. در واقع چیزی که معماری کاغذی در نیمه دوم قرن 20 و بعد از جنگ جهانی به دنبال آن بود، تصویر تدقیق شده‌ای از آرمان جمعی یک نوع نگاه به زندگی انسان بود که شاید در بسیاری از موارد شکست خورد. این سرگذشت ما را به نقطه‌ای که الان هستیم و سخن در باب ایران و شهرهای ما متصل می‌کند. ما در حال حاضر در شهرمان مشغول کدام یک از فعالیت‌های پیشتر گفته شده هستیم؟ آیا ساختمان‌های ما اساساً با یکدیگر متفاوتند و دارای ارزش‌های معماری و ساختمانسازی متفاوتی هستند؟ آیا به راستی در شهر قدم می‌زنید و یک معماری و غیر معماری برمی‌خورید؟ آیا رابطه ما با اقتصاد سرمایه‌داری در تهران به شکلی است که مسئولیت شهر بر عهده ما معماران نیست؟ به نظر می‌رسد که معماران مطرح پس از انقلاب بیش از اینکه رویکردهای انتقادی به معماری را در معماری خود وارد کنند، به دنبال تئورایز کردن تکرار همان ساختمان‌سازی‌های قبل‌تر با دیاگرام‌هایی هستند که در بسیاری از موارد در حد ادعا باقی می‌مانند و نمی‌توانند الگوی جدیدی پیشنهاد بدن. آیا وقت آن نرسیده که ما نسبت به شهر پاسخگو باشیم و به عنوان بازیگرانی مسئولیت بگیریم؟ در اینجا من از شایان میخوام که بحث خودش رو راجع به مسئله ساختمان و معماری و این سوالاتی که پرسیدم پاسخ بده. بذار جلوی خودت که راحت. اگه میخوایم ما میتونیم اسلاید رو عوض کنیم. سلام، خوبی؟ خب من قبل از اینکه بخوام شروع کنم، چون همیشه توی یه متن نظر سریع آدم‌ها همیشه چیز میشه، پیچیده میشه، در هم میشه. نظر سریع من مخالفه اینه که به طور معمول ساختمان معماری رو از هم جدا کنیم و با آرامش به معماری بپردازیم. این نظر سریع بعد از اینکه حالا متن خونده بشه. ولی قبل از اینکه بخوام شروع بکنم، این ساختمان رو می‌دونین کجاست؟ این روبرو همین کوچه رضوی و شما هیچ کدوم نگاه نمی‌کنید، چون معماری. یعنی اولین قدمی که یه معمار برمی‌داره اینه که شهری که توش داره می‌گذره، اینجا داری می‌ری ببینید که چه ساختمانی داره اتفاق میفته توش. هر ساختمانی هر چقدر میتونیم کیچ بگیم، میتونیم پاپ بگیم، میتونیم کلاسیک بگیم یا هر مدل دیگه، ولی اینا پروژه‌ای که داره شهر رو میسازه و شما که توی یه پلات خیلی ظریف و نازک دارین پروژه‌های معماری رو میکشین، مطمئنا اینا کنارتونن و اینا وجود دارن و اینا رو اگر فکر کنیم که وجود ندارن، مثلا برای ما مهم نیست، اینا موضوع میشن واسه و اینا عناصر معماری هم توش داره. یعنی شما مثلا اوردر مثلا وینولا رو میتونین توش ببینین، مثلا انتبلشرها رو میتونین ببینین توش، ولی شما اینا رو نمیبینید. منم نمیبینم. خب چرا نمیبینیم؟ چون ساختمون از معماری جدا کردیم. اوکی. این شروعیه برای اینکه من راجع به یه موضوعی صحبت بکنم که تو این ویدیوها هم راجبش دیدیم. ما معماران توی ایران ظاهری بسیار شبیه این فرشته داریم. این فرشته فورگتفول انجل مال تالکین که فرشته فراموشکار نام داره و بسیار به نزدیک به برخوردیه که ما به حرفمون داریم. این فرشته برخلاف فرشته‌های رنسانسی بچگانه است، معصومه، نمیدونه اصلا چرا شاید فرشته شده. می‌بینید حالتیه که براش سوال هست، نمیدونه کجا افتاده، حرفش رو نمیشناسه، واژه‌اش رو نمیدونه هر عملی که انجام بده معنایی توی تاریخ داره، بیخیال و معصوم به فرشته بودن خودش یا به معمار بودن خودش ادامه میده، فارغ از اینکه بدونه کجا افتاده، در چه شغل غیر معصومی افتاده و مهمتر از همه، مهمترین سوال شغلش رو سعی میکنه فراموش کنه. این سوال چیه؟ Un'altra poesia. Quando è che le scrive tutte queste poesie? Cassinato, vedi che è? Fai sentire la poesia principale. Sentiamola, va. Com'è che si chiama? I mattoni. Ah, bella. Mio nonno fava i mattoni. Mio babbo fava i mattoni. Faccio i mattoni anche a me, ma la casa mia dov'è? برای یه بار به شهر نگاه کن. سوالی دردناک، شفاف، سریع و همزمان با کمی بدجنسی رو بیان میکنم. آیا ما اون رو میسازیم؟ اگر نمیسازیم تأثیری اصلا بر اون میذاریم؟ این فیلم خاطره‌بازی فلینی 1973 بود. این سوالات همچون زخمی نه امروز، بلکه سالیان طولانی است که معماری در ایران را مانند حیوانی وحشی دنبال می‌کند. هر معماری هر بار که قدم بر پیاده‌روها می‌گذارد
یا با روش ویکتور گروئن در ماشین از میان اتوبان‌ها به شهر می‌نگرد، این سوال را دنبال می‌کند. همین سوال است که معماری را از هر ادعای خالی می‌کند. و قدرت تهمانده‌اش را می‌گیرد و همچون موجودی بی‌مصرف آن را در یک پلات قرار می‌دهد. ای کاش حداقل شهرهای امروز به کپتیو گلوب رمکولهاست شباهت داشت. معماری‌های تاثیرگذاری مثل لوکوربوزیه، لئونیدوف، پروژه سالوادور دالی اون ته و بقیه این معماری‌ها توی یک گرید منظمی کنار همدیگه قرار داشته. یا ای کاش شهر آنالوگ سیتی روسی که تاریخ بین پروژه‌های مختلف اون حرکت می‌کرد و زمان‌های مختلف تخیل‌های متنوع در بازنمایی‌های مختلف را به هم متصل می‌کرد، شبیه تهران بود. کاش شبیه پروژه هانس کولهوف بود. پروژه‌ای از پروژه‌های معمارای مدرن و معمارای تاریخی که کنار همدیگه قرار داده شدن و یک کلاژی رو بدون توجه به خیابون‌هایی که بین اطرافش داره تولید می‌کنه. و حتی افسوس که شبیه حتی کمپو مارتیو پیرانزی هم نیست که سعی داشت بدون یک پلان شهری یک شهر معمارانه تولید کنه. در حالی که این ترسیمات انگیزه‌های مختلف و ویژن‌های مختلفی از شهری معمارانه را در نظر گرفتن، همه در محقق شدنشان در فیزیک روی زمین شکست خوردن. ولی کاش تهران و بقیه شهرهای ایران نیز نتیجه این شکست‌ها بودند و نه نتیجه فراموش‌شده کاری معماران نسبت به شهر. در واقع معماران ایده‌ای نسبت به شهر توی تهران و بقیه شهرهای ایران ندارن. اینکه یک معمار پوزیشن خودش رو اینقدر صریح اعلام کنه در کالچر معماری ایران که ویدیوشو دیدین خیلی حائز اهمیته. هرچند باید هر پوزیشنی که از طرف معماران اعلام میشه مورد جستجو، سوال و نقد قرار میگیره. جدا کردن ساختمان از معماری تاریخی طولانی رو اصرار میکنه و بیان کردن این کلمات نتایجی رو در پی داره. درست است که ترسیمات معماری نقش مهمی را در فرهنگ معماری بازی میکنن و از ساختن خود رو جدا میکنن و ویژن‌هایی رو برای آینده معماری پدید میآورن، ولی باید سوال مهمتری پرسید. در حال حاضر در ایران ما به این جدایی‌ها نیاز داریم. این جدایی‌ها دوگانه‌های مختلفی رو پدید میارن، مثل معماری اتونومی، معماری انگیجمنت، معماری پروژکتیو، معماری کریتیکال، معماری مردمی، معماری به عنوان دیسیپلین و غیره. ولی ردیابی این نوع تفکر در معماری رو میشه توی تفکری که آیزنمن در واقع توی مقاله مهمش اسپکت آف مدرنیسم میزون دومینو اند سلف رفرنشیال ساین جستجو کرد. مهمترین کاری که آیزنمن توی این مقاله میکنه معماری رو نتیجه سرپناه به اضافه اینتنشن یا نیت میدونه. ساختمان رو تنها به یک سرپناه تقلیل میده و باعث جدایی این دو میشه. اینتنشن چیزی است که معماری رو از ساختمان جدا میکنه و به دیاگرام میزون دومینوی لوکوربوزیه موضوع معماری میده. در حالی که این دیاگرام چیزی جز یک اسکلت یک ساختمان نیست. اینجا اولین تناقض پدید میاد. اگر این اسکلت را همه جای شهر میتوان دید و همزمان این دیاگرام یک معماری است، پس آیا این دوگانه ساختمان معماری را از ابتدا دوگانه تقلبی نمیتوان نام برد؟ آیا ما امروز هم میتوانیم به دیاگرام دومینو نام معماری را بگذاریم؟ آیا اگر ساختمان‌های داخل شهر را با اینتنشن معمارانه بخوانیم یا با نیت معمارانه بخوانیم، آنها به معماری تبدیل می‌شوند؟ این جدایی دو نوع تاریخ را احضار می‌کند که من آن دو را به طور خلاصه توضیح می‌دهم. دو شکل اتونومی، دو شکل خودآیینی معماری، دو شکل معماری، دو نوع فکر که یکی شهر را حذف می‌کند و تنها پلات زمین را آن هم به زور معتبر می‌داند و دیگری کل کارش تولید ارتباطی بین شهر و معماری است. آیزنمن و همراهانش همچون هیدک، گریوز و غیره که در نوشته‌های 5 گرافیتی تفوری به خوبی در مورد آن 5 نفر توضیح می‌دهند، به تأسیس اتونومی معماری می‌پردازند. گرچه این کلمه به طور مثال در آرکیتکتور پارلانته یا آرکیتکچر اسپیکینگ از بوله، لدو و لکه تاریخ طولانی داره، ولی نوعی که امروز با آن در ایران و در این ویدیو مواجه هستیم شکل ناقص از برخوردی است که آیزنمن به عنوان سردمدار این نوع اتونومی با آن دارد. معماری یک دیسیپلین جدا از ساختمان است و این نگرش در خانه‌های 1 تا 11 آیزنمن، بناکراف گریوز، بالهاوس و خانه‌های 1، 2 و 3، 4 هیدک آشکار است. قطعا این نوع تفکر منجر به تولیدات منحصر به فردی در تاریخ معماری شد. هسته معماری را قوت بخشیدن و درک مهمی رو از معماری گسترده کرد. درست است که بین بالهاوس هیدک و خانه دوم آیزنمن تفاوت‌های بسیاری است، همچون حفظ عناصر معماری توی بالهاوس. ولی همه شهر را جایی نمی‌دانند که معماری می‌تواند پدید آید و معماری را جدا از ساختمان با حفظ فاصله عمیق ترسیم، تصویر و تشریح می‌کند. این اتونومی که در نتیجه بسیاری از چیزها
از هنر مینیمالیست دهه 60 تا نظریه‌های زبانشناسی، از فرمالیسم شکلوفسکی تا نظریه‌های نوام چامسکی شکل گرفته بود، درست است که به زبان معماری ویژگی‌های منحصر به فردی دارد، ولی موضوع شهر معماری را محو کرد. در این حال درون همین تأثیرات نیز می‌توان تناقضاتی را شناسایی کرد. در حالی که مثلا هنرمندان مینیمال دهه 60 سعی می‌کردن از ابژه‌های روزمره برای تولید آثارشان استفاده کنند، مثلا می‌تونید مقاله دانالد جان اسپسیفیک آبجکتس رو بخونید. این معماران مخصوصاً آیزمن اشیاء روزمره ساختمان را حذف می‌کنند. اشیاء روزمره ساختمان چیست؟ خب معلومه همون عناصر معماری هستند و تمایز بین اون عناصر معماری. او تمام عناصر معماری را به وکتورهایی تبدیل می‌کند و تفاوت بین ستون، سقف، دیوار و کف را از بین می‌برد. در حالی که یکی از مسائل مهم نظریه‌های زبانشناسی در هنر تلاش برای بازپسگیری ارتباط بین حوزه عمومی و آثار هنری بود، این پروژه‌ها به جای اینکه وظیفه زبانشناسانه برای وارد کردن پروژه‌های معماری به حوزه عمومی را به واسطه نشانه‌ها در پی بگیرند، با اینتלקچوال کردن بیش از حد مثل تولید دیاگرام‌ها یا کلاژ کردن نقاشی‌های کوبیستی مثل پروژه‌های گریوز یا استفاده از شعر مثل پروژه‌های هیدک، عناصر معماری که سالها نقطه ارتباطی بین ساختمان معماری و شهر بود را یا کم می‌کردند یا مثلا در خانه‌های آیزمن به طور کلی حذف می‌کردند و به جای شما با سینتکس‌های ریاضیات‌واری از نسبت‌های مختلف روبرو بودید، مثل همین دیاگراما که می‌بینید دیگه تفاوتی بین عناصر معماری صفر. این خلاصه کرده شده از تاریخ بسیار مهم اتونومی در آمریکاست که مطمئنا وجه‌های دیگری دارد که شاید در پرسش و پاسخ به اونا برسیم. ولی بذارید به نوع دوم اتونومی برویم. اتونومی که جدایی بین ساختمان و معماری قائل نیست، بلکه جمله آلبرتی را به ما یادآوری می‌کند. The city is like a great house and the house in its turn a small city. که در واقع شهر و خونه و اتاق‌های خونه رو یکی می‌گیره و اینا رو در یک رابطه مداوم. این پروژه که با وجود تفاوت‌های بسیار میان این آدم‌ها همچون روسی، تفوری، گراسی، اسکولاری، آینومینو به یک موضوع بسیار مهم اشاره می‌کنند، همبستگی بین شهر، ساختمان و معماری. این همبستگی شاید به صورت جدا در دو کتاب ونتوری، یعنی Complexity and Contradiction in Architecture and Learning from Las Vegas بررسی شد. ولی در کتاب مهم خود روسی این دوتا به صورت جداگانه به همدیگه پیوسته شد، یعنی Architectura della Città که در سال 1966 چاپ شد که شهر و معماری به یک موضوع تبدیل شد و به واسطه مفهوم تایپ که از آدم‌های مختلفی مثل میلیزیا، مثل کواتقمه د کوینسی، آراگان، موراتوری شروع شده بود به روسی رسید و در کتاب روسی به ثمر میشه. تعریف خیلی خلاصه که میشه باز راجعش بیشتر صحبت کرد از خود متن در واقع کتاب Architecture of the City میارن این. I would define the concept of type as something that is permanent and complex, a logical principle that is prior to form and that constitutes it. در واقع تایپ یک چیز پیشینیه و قبل از اینه که فرم به وجود بیاد. تایپ به واسطه عناصر معماری پدید میاد. مثلا اینجا شما یه صفحه‌ای از در واقع کتاب Architecture of the City رو می‌بینید که از رساله میلیزیا برداشته شده که می‌بینید چطوری ستون‌های مختلف رو دسته‌بندی کرده میلیزیا، یه معماری بوده قرن 15 توی روم و سعی کرده تایپ‌های مختلفی رو از نوع ستون‌های مختلفی که استفاده می‌کنن به وجود بیاره. مورفولوژی و تایپولوژی دو اصطلاحی می‌شود که یکی سمت شهر را می‌گیرد یعنی مورفولوژی و دیگری معماری را یعنی تایپولوژی و با هم به جدل می‌پردازند ولی هیچ یک دیگری را حذف نمی‌کنند. ساختمان با معماری یکی می‌شود و معماری از شهر و ساختمان تغذیه می‌کند و بالعکس. یک اتونومی سیاسی پدید می‌آید، چیزی که آورلی در نام می‌برد. چیزی که تندنزا همان گروه ایتالیایی به دنبال آن است. اتونومی که نه تنها شهر را حذف نمی‌کند بلکه به هسته اصلی دخالت‌های فرمی تبدیل می‌کند. ساختمان‌های عادی شهر در دیالوگ با معماری قرار می‌گیرند و معماری که درگیر با شهر از این نوع است به معماری سیاسی تبدیل میشه. مثلا تو این پروژه می‌بینید مونوان سگرته است و چطوری یه رابطه‌ای تولید کرده با یه پروژه‌ای که توی در واقع اون شهر وجود داشته. ولی ابسترکت کرده اون رابطه. مرز بین ساختمان و معماری کمرنگ میشه و معماری همزمان که معماری باقی میماند آخرین تلاشش را به عنوان موتیوی برای تولید شهر انجام می‌دهد. عناصر معماری از بین نمی‌روند. اتصالات بنا حذف نمی‌شوند، بلکه به یک چیز روزمره‌وار یا everydayness تبدیل می‌شوند. این دو نوع نگاه به اتونومی که سعی شد بسیار خلاصه در کلمات بیان شود، دو مسیر مختلف برای معماری می‌سازند که در سال‌های اخیر
دومین روش از سمت اولین نگاه سرکوب، پنهان و پوشیده شده است. به نظر من بهرام شیرده در مسابقهش در شارستان با محمدرضا حائری درست و زود تشخیص داد که پروژه روسی محدود بود و متاسفانه زود تمام شد. این پروژه همچون بسیاری از پروژه‌های دیگر در تاریخ معماری زیر گرد و خاک باقی مانده و تنها اندیشمندان معاصر معماری همچون آورلی، گیرز در استودیوهای آموزشی پروژه‌ها و متون به آن باز می‌گردند. به نظرم معماران امروز ایران بیشتر از این که ادعای خودآیینی و یا به قول تفوری خودارضایی نسبت به معماری را داشته باشند، باید به این جمله فکر کنند. چه جمله؟ این جمله‌ای از ادوارد گالانو که در واقع میگه ما از در واقع اون کابوس تاریخ رهایی پیدا کردیم و وارد رویای سرمایه شدیم. ولی ما میدونیم که این جملات برای فرشتگان معصوم یا میتوان گفت فرشتگان معصوم خودخواسته نیازی به فهم این جمله ندارن و در ارجاعات تاریخی یه بی‌معنی غرق هستن. و بگذارید بار دیگر همان سوال را که اول مطرح کردم دوباره این بار با شدت بیشتری، ولی نه از خانم آرمند یا بسیاری از معماران دیگر در ایران که به صورت ناقص و نیمه به روش اول پایبند هستند و حتی برای مسابقه به این روش پایبند هستند، بلکه میخوام از خود شرح بپرسم آیا ما معماران تأثیری روی تو میگذاریم؟ مرسی. سلام، مرسی که اومدیم. واقعا من سعی می‌کنم یه ذره مصداقی‌تر صحبت کنم و بتونیم با هم بیشتر گفتگو کنیم. این تصویریه که ما هر روز از جایی که توش کار می‌کنیم می‌بینیم و تقریبا هر روز شاید نه یا هر هفته این سوال از هم می‌پرسیم که چه پدیده‌ایه این واقعا. حالش نه این قدم واقعیتش مؤدبانه که این چه پدیده‌ایه و شاید ساعت‌ها هم بشیم راجبش حرف بزنیم. مثلا بگیم که چرا این اینجوری شده، این چرا این شکلیه و همه اینا. بعد طبق عادتی که داریم شروع می‌کنیم پیدا کردن یه مقصر. بعضی موقع میریم سراغ شهردار تهران یا هر شهری که این شکلی شده، میریم سراغ مسئولای دیگه، میریم سراغ کارفرماها، بنگاه‌های اقتصادی و همه. بعد که به نتیجه نمیرسیم میایم یه سوال تکراری رو میپرسیم، باز که فکر می‌کنم که الان شایان و مازیار هم چند بار تکرار کردن. این فکر می‌کنیم که مایی که معمار هستیم چه جایگاهی داریم تو این قضیه. شاید هر بارم که سراغ این سوال رفتیم به نتیجه‌ای نرسیدیم، ولی هر بار شاید بهتر باختیم. معمار، ما با یه تصویری بزرگ میشیم تو دانشکده‌های معماری که احتمالاً ما یه سری قهرمان هستیم، قرار دنیا رو نجات بدیم یا حداقل شهرها رو نجات بدیم، ما همه کار میتونیم بکنیم و همه چی میتونیم پیش ببریم و با این رویا هم بزرگ میشیم. ولی واقعا ما داریم شهر رو میسازیم یا نه؟ فکر کنم اگه راجع به جغرافیای ایران بخوایم صحبت کنیم و خیلی هم بی‌رحم باشیم بهش، شاید هم خیلی هم بی‌رحم نباشیم و این واقعیت باشه، معماری مستقل یا اون چیزی که این واژه ها رو براش استفاده می‌کنیم، اتونومی، دیسیپلین، پرکتیس معماری یا هر چیز دیگه‌ای، تبدیل به یه سری واژه شده تو ایران که با این واژه دارن بهتر می‌فروشن. یعنی این واژه ها رو میچسبونن به عکس‌هاشون توی پروژه ها و باعث میشه که اون بنگاه‌های اقتصادی هر روز چاق‌تر و چاق‌تر بشن و پروژه ها گرون‌تر بشن. یه پروژه اهمیتی نداره و معمار و اون کسی که تو بنگاه اقتصادی تو دست هم میذارن و باعث میشن که جریان سرمایه خیلی سریعتر پیش بره. احتمالا همین مجله رو هم دیدین، ساختمان‌های مارکدار. تصویری هم که رو صفحه‌اش چاپ کرده خیلی تصویر باحالیه، یعنی اصلا مشخص میکنه که وضعیت شهر، کشور تو ایران چه شکلیه. تو ایران یه شبحی کلا داره میچرخه، انگار شبحی که احتمالاً تو کل دنیا داره میچرخه، پول. یه شبح خیلی خیلی دوست داشتنی، اینقدر قویه که کلا شاید ایده استقلال معماری هم کلا از بیس کنسله، یعنی شاید نشه راجبش فکر کرد. ولی خب ما همیشه دوست داریم فکر کنیم و اسباب بازی‌های خودمون رو بسازیم. از این جهت میگم اسباب بازی که فکر میکنم حداقل ما تو ایران حداقل ایده درخشانی تا حالا تولید نکردیم و یعنی خیلی ما رو جدی‌تر میگرفتن. خیلی مدت هم هست که انگار گم شدیم، خواب بودیم و خودمون رو تحویل میگیم. یه سری مجله و اینا برای خودمون ساختیم که داریم باهاشون پوز میدیم به خودمون، با به اضافه یه سری مسابقات دیگه. و تو این فرایند تقریبا چیزی که مهم میشه اینه که میان انگ میزن. کسی که میخواد ارجاع بده میگن کپی کاره، کسی که پلان و مقطع براش مهمه جدی گرفته نمیشه، شهر فراموش میشه و ما اصرار
که ما باید خاص باشیم، ما باید متفاوت باشیم. نتیجهش هم میشه اون تصاویری که توی شهرها میبینیم. به جاش سرگرم چی هستیم تو معماری یا پرزنتش میکنیم؟ فکر میکنم که باید دیاگرام‌های رنگارنگ تولید کنیم. فکر میکنم که تو همه پیج‌های معماری اینها رو میبینیم، تو صفحات مجازی همین رو میبینیم. رندر با کیفیت خیلی مهمه و اولویت داره و اگه یه ذره دفترمون قوی‌تر باشه و پولدار باشیم میتونیم انیمیشن‌های چند صد میلیونی بگیریم و بذاریم تو صفحاتمون. میدونید چرا این کار میکنیم؟ چون بیشتر میفروشه، راحت‌تر میفروشه و پولدارا راحت‌تر میخرن. فکر میکنم که وقتی هم که به معماری استاندارد تو اون کلیپ اشاره میشه منظور همینه. معماری که راحت‌تر میفروشه و کاتالوگی از تصویرهای بی‌ارزش. جایی که همه چی خلاصه میشه تو وضع کردن یک تصویر بی‌کیفیت. تو این وسط یادتون نره که حتما چفت خط سرامیک با دیوار و شکاف کانال کولر توی راستا باشه. حالا بیاین یه ذره بریم سراغ معماری مستقل تو دنیا. شایان خیلی خلاصه راجع به این صحبت کرد. فکر می‌کنم ساعت‌ها و جلسات زیادی میشه راجع به این صحبت کرد. حداقل این موضوع بحث روزانه ماست که فکر کنم چند سال داره طول میکشه و راجع بهش داریم حرف میزنیم. پروژه استقلال معماری خیلی چیز عجیبیه که تو ایران هم خیلی عجیب راجع بهش صحبت میشه. هر چند وقت یه بار مثلا میان راجع به آیزنمن صحبت میکنن. همین چند هفته پیش بود که به همین والهاوس هیداک توی اینستاگرام یه عزیزی ارجاع داد و ما ساعت‌ها بین خودمون داشتیم گپ می‌زدیم که این پروژه چجوری میتونه به والهاوس هیداک ارجاع داشته باشه. به نتیجه نرسیدیم. امیدواریم که در آینده توضیحات جدی‌تری راجعش داده بشه. این عکسی که می‌بینیم اینا ساختمون سازن لاتندنزا. حالا یه عده میگن دیسیپلین یا هر چیزی، ما اینا رو ساختمون ساز می‌بینیم. اینا جنبشی بودن که از 1965 تا 85 تو ایتالیا بودن. اونا به جای اینکه بیان به دیسیپلین یا پروژه استقلال معماری به اون معنی که تو ایران داره استفاده میشه فکر کنن، اومدن به المنت‌های فرهنگی شهر فکر کردن. اینکه چجوری میتونن از اون المنت‌ها تو پروژه هاشون استفاده کنن و مفهوم شهر رو بتونن دوباره زنده کنن. ساختمان‌ساز معروفشون هم احتمالاً میشناسین دیگه همه، آلدو روسی. میخوام چند تا پروژه‌ش هم با هم ببینیم. میدان شهرداری سگراته یا مجمع کالارزه یا قبرستونش یا مدرسه هایی که طراحی کرده. فکر میکنم که همه شما یا یه بخشی از آدم‌ها وقتی این پروژه ها رو ببینن اهمیت خاصی براشون نداره. یعنی چون پروژه عجیبی نیستن. خیلی پروژه های ساده‌ای ان، انگار که هر کسی میتونه اینا رو طراحی کنه. ما بارها این پروژه رو به دوستان نزدیکمون که معمار بودن نشون دادیم و یه حالتی که این چیه و اینها باهاشون برخورد شده. یادم یه بار این پروژه رو به یه کارفرمایی نشون دادیم، ویلای مولر آدلفوس. کارفرما اصلا یه سری واژه بد استفاده کرد برای این پروژه و توصیفش خیلی بد بود از این. اصلا میگفت این مردک واقعا یه ساختمون سازه. توی یه کیفیت سطح پایین، حتی از جنس همون معماران بدنه‌ای که تو اون کلیپ راجبش صحبت میشه. این آدم حتی شاید معمار استاندارد هم نیست از نظر اون کلیپ. ولی لوس تو این پروژه داره به این فکر میکنه که چجوری میتونه ایده رمپلن رو پیش ببره. و اینقدر غرق اون ایده است و داره رو اون کار میکنه که یادش میره که میتونه رو سر و صورت ساختمون یه دستی بزنه، یه ذره بزکش کنه که بهتر بعداً بفروشه. لوس حتی معمار رو هنرمند نمیبینه. اون بیشتر فکر میکنه که معماری در ارتباط با حوزه عمومیه و با هنر فرق داره که یک مسئله شخصیه. یه ذره باز پیشتر بریم به آورلی میرسیم. آورلی رو نمیدونم میشناسین یا نه. آورلی تو استودیوی دوگما. آورلی توی مقاله معماری و محتوا چه کسی از فرمچین میترسه میاد یه دسته‌بندی ارائه میده از معمارا و اونا رو تو دو تا دسته شیپر و موور میذاره و میگه که شیپرها اونایین که مستقل از هر دانش خارجی میان و به خود معماری میچسبن، مثل کولهاوس، زاها و غیره. حالا میشه راجع به این نقد کرد یا حرف زد. و موورا کسایی که به دانش‌های دیگه سرکی میکشن، مثل هیداک که میره سراغ ادبیات. یا تو مقاله بیشتر و بیشتر درباره کمتر و کمتر سراغ آرکیزوم میره و به این فکر میکنه که توی پروژه نو استاپ سیتیش چجوری داره میخواد شهر رو توضیح بده و معماری یا اون دیسیپلین یا اون چیز رو که
فکر میکنن توی پروژه‌های مستقل معماری میتونه شکل چجوری در شهر میشه دنبال کرد. آرلی تو پروژه شخصی خودش به این فکر میکنه که این بار چجوری میتونه که معماری رو به جای اینکه شهر بیاد و به معماری شکل بده، این معماری باشه که شهر رو میسازه. یعنی جایی که اتوبان‌ها و خیابون‌ها حذف میشن و این جدارهای خونه‌ها هستن که شهر رو میسازن. جایی که خب قبل او مثل هیلبرزایمر و کوربوزیه و اینا هم به این پروژه فکر کردن. ما هممون میدونیم که همه اینهایی که گفتیم و همه این آدمایی که راجبشون حرف زدیم، حرفایی که میزنن یا جملاتی میگن یا کتاب‌هایی که نوشتن وحی منزل نیست یا هیچ چیز ثابتی نیست. ولی فکر میکنم که وقتی راجع به دیسیپلین معماری یا دانش معماری یا هر موضوع این شکلی میتونیم صحبت کنیم، میشه به این حرفا هم توجه کرد. یه ذره جلوتر بیایم سراغ خود ایران. قبل انقلاب ما یه قهرمان ساختمانسازی داریم تو ایران به اسم پدارکار. آبکار که کاراش تو دهه ابتدایی قرن 13 خورشیدی شکل میگیره، تقریبا میشه گفت بخش بزرگی از بدنه شهر تهران رو میسازه. و این کار و یا کسایی که از آبکار متأثر هستن به سرعت این تایپی که این آدم تولید کرده رو تو تهران گسترش میدن و این تایپ به مرور توی شهرهای دیگه ایران هم سرایت میکنه. انگار که توی ایران منطقه یک تهران نقطه مبدأه. هر چیزی که اونجا ساخته میشه یه نشانه‌ایه که تو سایر نقاط تو ایران مصرف میشه. و خب این پروژه اصلا پروژه خانه میردامادی آبکار است. این پروژه و پروژه مشابهش رو فکر کنم تو سراسر ایران از هر جای ایران که اومده باشین دیدین همه شما. و یه تایپیه که معماری که داره به این موضوع فکر میکنه و تقریبا با این ایده شهر رو میسازه. جایی که شاید معماران امروزی به این قضیه فکر نمیکنن و سعی میکنن ابژه ها و اسباب بازی‌های شخصی خودشون رو تو پیچیده‌ترین حالت ممکن بسازن که نه قابلیت گسترش داره نمیشه کاریش کرد. این موضوع که آبکار پیگیرش بود و معمارهای دیگه‌ای که مثل اون بودن با انقلاب سال 57 گم میشه و تقریباً به مدت یه زمان طولانی تو بخش خصوصی کسی برای معمار و معماری پول هزینه نمی‌کنه تا به یه قهرمانی میرسیم به اسم فرزاد دلیری. فرزاد دلیری که شاید میشه گفت یه قهرمانیه که یه جورایی هم اعتبار و ارزش رو به معمار تو بعد انقلاب به آدم‌ها برمیگردونه، به شهر به معمارا برمیگردونه. یه تایپی رو معرفی میکنه که تایپی نمیشه اسمش رو گذاشت، یه لباسی رو میندازه تن دومینو لوکوربوزیه و یه تصویریه که به شدت و به سرعت تو کل ایران پخش میشه و تقریبا میشه گفت کوچکترین شهرهای ایران رو میگیره. یه عده بعد چند وقت به خودشون میان و انگار که به خونخواهی از معماری میان که فرزاد دلیری رو از این شرایط حذف کنن. اینا کاری که میکنن، منظورم از اینا فکر کنم همه ماها و خودمونم و ماهایی که اینجا نشستیم هم شامل میشه. کاری که میکنن اینه که میان و یه لباس جدید رو میدازن فقط رو همون گریدی که قبلتر فرزاد دلیری انداخته روش و این وسط ما به یه نقطه دیگه نیاز داریم که یه مثلث کامل بشه. مثلثی که در ابتدا با نیات خیر و لااقل با دغدغه دانشی شکل میگیره. مجلات، معمارها و کارفرماها دست به دست هم میدن و شروع میکنن به شکل دادن یه اتحادی که نتیجه شده اونی که تو شهرها میبینیم. جایی که اتونومی معماری انگار که سرش رو کرده زیر برف تا نهادهای دیگه اقتصادی و سرمایه‌داری چاق‌تر و چاق‌تر بشه. مرسی. متشکرم. بحث کنیم بهتر. قشنگ نداری بذاری. نمیدونم برگردیم میتونم بریم این سر نگاه کنم یا چیزی بهتری نداری؟ تو همین پرزنتیشن رو استاج میتونیم آره عکساش فقط اون فیلمه میره روش خب میشه شما خودم میگم
اصلا نمیخواد بشه. چرا؟ منظورم اینه که تصویر زننده نبینه. اون قشنگه. اوکی. خب من الان توی بخش اول با شایان درگیر میشم و بعدش با خب شایان ببین، تو در صحبت‌هات راجع به این صحبت کردی که شهر ما شکست خورده و ما معمارها شهر رو فراموش کردیم. برای من مشخص کن که این ایده از کجا نشأت میگیره و تو چجوری میخوای با این شکلی که داری خودت بیان میکنی و این موزلی که در شهر تو میبینی چجوری میتونی به عنوان معمار مبارزه کنی؟ راه حل شخصی تو بگو، اصلا من بیانیه جمعی شد. این سوال خیلی خیلی گنده‌ایه. چون من الان بودم 27 سالم رو بوده 8 ساله که دارم روی معماری فکر میکنم. و من فکر میکنم نتیجه الان اینکه چطور شکست خورده یا چرا شکست خورده رو به نظرم امیر خیلی بهتر توی اون پرزنتیشن بودن توضیح داد. دلیل اصلیش اینه که معماری توی دام یک سری موضوعات افتاده و اصلا مهم من نیست براش، همینطوری ادامه پیدا میکنه و میره. اصلا براش دیگه مسئله نیست که به این موضوع فکر بکنه، چون براش موضوعات واقعا این موضوع هم هستا و من میفهمم هر دفتری باید پول آب و برق بازش در بیاره، پول کارمنداشو در بیاره، حتی بیمه کارمندا یا هر چیز دیگه. اینا موضوعاتیه که اوکی میشه راجعش صحبت کرد ولی لازم نیست تو این جلسه راجعش صحبت بشه. ولی یه بخش دیگه وجود داره که اولین کار اینه که معمارا به منطقه یک خدمت میکنن. این مهمترین قضیه‌ایه که باعث میشه که بقیه شهر فراموش بشه و بعد منطقه یک به بقیه مناطق خدمت میکنه. یعنی که تو منطقه یک یه چیزی تولید کنی، بعد یکم درجه پایین‌ترش تو مناطق دیگه میاد، بعدش میره تو استان‌های دیگه، بعدش میره تو شهرهای حاشیه و بعد تو روستاها مثلا میبینی که یه روستای شبیه سابرب مثلا یه شهر شده تا اینکه روستا باشه. این یه روندیه که همینطوری ادامه پیدا کنه. حالا اینکه یه معمار چیکار میتونه بکنه؟ مثلا دو طریق داره کلا معمار، دو راه داره. یک بخش راهش نهاده، یک بخش راهش زبان معماری. هر دو تا اینا کمک میکنن به این قضیه. چه تو زبان تو یه زبانی بکنی که نزدیک به ساختمون باشه، یعنی نزدیک نباشه به یک چیز اکسپرسیو شخصی که بخوای فقط بعد آرتیستیک خودت رو بروز بدی و فکر کنی که اوکی من یه فردی ام که قراره کارش کنم. و کلی معمارا رو ما در طول تاریخ معماری اینا داشتیم که همین روند میشه. یه بخش دیگه وجود داره نهادسازی، یعنی اینکه یک نهادی باشه پشت معماری که این نهاد مطمئنا نظام مهندسی نیست چون مال مهندساست مطمئنا، یا نمیدونم مال خیلی نهادهای دیگه نیست، یه نهاد کاملا مستقل معماریه که شاید حتی خارج از دولت باشه که مشکلاتی مثل تغییر ریاست معماران با هم مثلا نه واقعیتش من فکر نمی‌کنم اینا بتونه که واقعا کمکی بکنه، چون معماران با هم بیشتر روی بودجه سازی بین 40 تا دفتر در واقع تولید شده و این واقعا بی‌معنیه که 40 تا دفتری که بودن بالاترین ریت اقتصادی دارن و با هم جمع بشن و یک هزینه‌ای رو براش بکنن. تلاشای خوبی ها نمیشه این تلاشا رو بگه ها خورده گرفت و بگه که حتما بده و اینا، ولی خب به نظر من فکر نشده از ابتدا بهش که دقیقاً این توی چه مسیری طی بکنه یا چطور مثلا بقیه رو اینوالو بکنه. شما هر سال می‌بینید یه دونه پست میذاره، یه سری قیمت اعلام میکنه، یه سری جایزه هم خب میده و خوشحال همه خندان برمیگردن خونه‌هاشون. این من فکر می‌کنم این مهمترین موضوعیه. خب سوال بعدی اینه که تو بین ترسیم و ساخت میگی این دوتا باید به هم نزدیک بشن. چیزی که داری راجعش صحبت میکنی. چجوری این چه روشی داری برای اینکه این دوتا رو به هم نزدیک کنی؟ اولا اینکه به نظرم که تناقض عجیب وجود داره توی این که اصولا ترسیم یا بازنمایی با ساخت هیچ وقت روی هم نمی‌افتن. این هیچ جای دنیا هیچ وقت این چیزا روی هم دیگه نمی‌افتن. تا این بامزگی معماری توی لبه مرز بین ساخت و انتزاع قرار داره و به نظرم معمارا چیزی که من خودم همیشه تلاش می‌کنم اینه که تو این لبه حرکت بکنم، یعنی اینکه تو همزمان که داری یه پروژه میکشی بدونی این پروژه مسائل اقتصادیش چیه، متریالیتیش چه موضوعاتی رو داره برملا میکنه. اینطور نباشه که اوکی یه ابسترکت سفید سیمان سفید بگیری مثلا راحت و مستقیم بعد بگی اوکی به خاطر اینکه این حالت اسکالپچورال میده، حالت مجسمه گون میده و بعدش بیا همینو چیز کن. یکم فکر کنن راجع به مادیاتی که این پروژه تولید میکنه و همینطور روابط اقتصادی که داره این پروژه تولید میکنه. یعنی این پروژه وقتی تولید میشه آیا این واحداش خالی میمونن، یه طبقه بالای سرمایه‌دار میخردشون جابجاشون میکنه بعد میره عوض میکنه که احتمال زیاد بسیار از معمارا توی همین روش داریم کار میکنیم.
یا نه پروژه واقعا توش یه نفر زندگی میکنه. احتمالش بسیار کمه که یه نفر توش زندگی بکنه. معمولا واحدها خالی، چون منطقه یک رو ببینید بیشتر چراغ خاموشه و این واحدهای بین بقیه جابجا میشه. اینا موضوعاتیه که مثلا معماری باید بهشون فکر کنه، نه اینکه لزوما بتونه راه حل بده. همین که این مسئله نه من میتونم راه حل بدم، نه شما الان میتونید راه حل بدید، نه حتی معمارایی که سالها کار کردن میتونن راه حل بدن. ولی وقتی این موضوعیت پیدا کنه در طول مثلا 40 سال 50 سال، اینجاست که شاید یه آدم باهوشی مثلا یک دیزاینر بیاد بهش فکر کنه که آقا یه شهر دوباره بهش فکر کنیم چیکارا بکنیم با شهر. میدونی من فکر می‌کنم اینا الان موضوعیت حتی نداره. یعنی دیگه معماری میگه که اوکی پروژه چیه، میاد با یه نریشن خیلی خیلی شخصی پروژه‌شو میاد بیان میکنه و اون نریشن شخصی خیلی خیلی ضد حتی دانش معماری به نظر من. چون که دانش معماری دلیل اصلی که به وجود اومد امر کالکتیو بود، یعنی اینکه بتونن آدم‌ها با هم حرف بزنن راجع به یه پروژه. وگرنه دانش معماری به درد چی میخوره اگه ما نتونیم با راجع به یه پروژه با هم دیگه صحبت بکنیم و اونا نریشن شخصی تولید میکنن که هیچ و فکر می‌کنم که چیزی که تو داری میگی، یعنی چیزی که من میفهمم اینه که اغلب دفاتر هیچ ایده‌ای راجع به شهر ندارن، یعنی ایدهشون برخورد با پروژه‌های سلکتیو. بله، و حتی وقتی پروژه‌های عمومی بزرگ هم میاد، به نظر من این پروژه‌های عمومی بزرگ نیستن که شهر رو میسازن، پروژه‌های ریزبافتن، آپارتمان‌ها هستن که دارن شهر رو میسازن و تو لحظه‌ای که به آپارتمان فکر نکنی به عنوان یه تایپی که داره 90% شهر میگیره و خوشحال باش از اینکه یه پروژه عمومی بزرگ رو گرفتی و مثلا وسطش معمولا نصف نیمه رها میشه یا عکس دیگه، تو وارد اشتباه شد. چون پروژه عمومی هم معمولا پروژه خصوصی خصولتی در واقع تولیدش میکنن، مثل مال‌ها. اوکی، مال‌ها چیکار دارن میکنن؟ مال‌ها دارن همه چیزو حبس میکنن توی خودشون، برای همین اتفاقی که توی شهر میخواد رقم بخوره رقم نمیخوره. برای همین توی خود مال گیتد وارد میشی، همه کاراتو میکنی و بعد میای بیرون دوباره کارهایی که باید قانون روش تصدیق دارن. آره، حالا راجع به مال‌ها میشه بحث رو ادامه داد ولی فکر کنم از بس منحرف میشیم. اول سوالات اصلیمو بپرسم بعد اگه فرصت کردیم میتونیم راجع به بیشتر صحبت کنیم. راجع به اتونومی حرف میزنی و پروژه استقلال معماری. فکر میکنم که شاید برای همه مفهوم نباشه این مفهوم اتونومی که میدونم که جفتتون هم سعی کردید راجبش بیشتر توضیح بدید، ولی فکر میکنم اگه بازش بکنی بهتر. من میتونم همون دو نوع اتونومی ولی اتونومی‌های مختلف وجود داره. مثلا لوژیه توی قرن 17 برمیگرده به پریمیتیو هات، یا در واقع اگه سرچ هم شرکت با منزه میشه برمیگرده به پریمیتیو هات و سعی میکنه یه جورایی ذات معماری رو با طبیعت یکی بگیره. یا مثلا ما این یه کاری که کردیم تو این جلسات، حالا فکر کنم مازیار نگفت، این کار کردیم که خیلی همون لحظه سرچ بکنیم، بخاطر اینکه آره همه چی آماده نیست. خوشگلم نیست. آره این مثلا پریمیتیو هات، اوکی مال لوژیر هست که این ترسیمیه از اینکه معماری ذات شروعش با چیه. لوژیر به این فکر میکنه که شروعش با طبیعته که در واقع شروع میشه، نه با چیز، ولی طبیعت در رابطه با عناصر معماری میبینه. این یه جایی یه باز تأسیس اولیه دوباره دیسیپلین. معمارا در طول تاریخ بارها دیسیپلین رو باز تأسیس کردن و سعی کردن یه اتونومی بهش بدن. ولی اتونومی که توی آمریکا به وجود اومد ریشش توی ایتالیاست که توسط IAUS در واقع وارد آمریکا شد. کسایی مثل ماریو ترونتی، آنتونیو نیگری و مایکل هارت اگه اشتباه نکنم، اینا آدمایی بودن که یه جنبشی داشتن به نام ورکریزم یا اوپریزم که جنبش‌های چپی بودن، چپ ایتالیایی بودن که سعی می‌کردن نهادهای اجتماعی رو جدا از گاورمنتی که بر ایتالیا حاکم بود تولید بکنن. برای همین مثلا مخالف ولفر استیت بودن. اوکی، چون که به این فکر می‌کردن که ولفر استیت داره در واقع مثلا تامین اجتماعی و درون خود اون گاورمنت داره تولیدش می‌کنه. این واژه‌ها بعد جالبش اینه که مثلا کسی مثل تفوری، روسی اینا عضو همین گروه‌ها بودن، یعنی درگیر بودن با این آدم‌ها و اتونومیا که یکی از واژه‌های همین آدماست از اون طریق در واقع میاد وارد گفتگو در واقع اصطلاحات معماری میشه که بعدش آیزنمن اونجا هست، نمایشگاه روسی رو برگزار میکنه، تفوری دعوت میکنه IAUS و یه جورایی این ایده های اینا رو جمع میکنه. ولی خب آمریکا همیشه پرگماتیکه، یعنی معمولا مثلا معماری مدرن وقتی وارد آمریکا میشه ایده های معماری مدرن حذف میشه، یک در واقع خاصیت پراگماتیک وارد در واقع پروژه های معماری میکنه. مثل یه ترسیمی داره فکر کنم کولهاست
این خیلی بامزه است. یه داستانیه که راجع به این صحبت می‌کنه که چطور معمارای روس وارد آمریکا شدن و ایده‌هایی که هیچ وقت ساخته نمی‌شد رو به نیویورک بردن. اینو توی آخر کتاب دریوس نیویورک یه داستانی هم توش داره. و واقعا همینه. ویژگی آمریکا اینه که ایده‌ها رو بتونه چطوری جذب کنه و برای خودش بکنه. اوکی. بعد تو راجع به دومینو صحبت کردی و دیاگرام سازه‌ای بودن. یعنی برای تو، چون من میدونم که خیلی دومینو بحث داغیه، همه تقریبا ادعای از این دیاگرام‌های ادعایی پروژه‌های معمارا معمولاً میزنه به اینی که ما از دومینو یه چیزی حالا این، یعنی مثل لسیزموره دیگه، یعنی یه سرطانیه که هی پخش میشه. یه ذره توضیح بده که تو چجوری میخوای دومینو رو تقلیلش داری، در واقع میگی دیگه دومینو رو داری میگی دیاگرام سازه، یعنی چیزی نیست که جزء اصول معماری مثلا. چرا جزء اصول معماری هم هست. از من شروع اسپکت آف مدرنیسم از من عنوان میکنه که همه آدما به دیاگرام دومینو به شکل دیاگرام سازه‌ای نگاه میکنن. من میخوام به دیاگرام فضایی نگاه کنم. من اصلا نقدی که دارم میکنم نقدی به اسپکت آف مدرنیسم آزمانی چون اون لحظه نیاز داشته، چون اون لحظه دهه 50 بوده و کسایی مثلا آدمایی که خیلی روی فنومنولوژی و اینا در واقع داشتن بحث می‌کردن داغ بوده بحثشون، و این آدم سعی کرده فرمالیسمی که توی رساله دکترا شروع کرده رو توی اسپکت آف مدرنیسم به یه نقطه جایی برسونه و همزمان یه مخالفتی هم با استادش کالیگرو داره به خاطر اینکه اون معماری رو پیوسته می‌دونه ولی آزمان معماری گسسته می‌دونه و درجه صفر معماری و میزان دومینوی لو کوربوزیه می‌دونه. ولی میزان دومینوی لو کوربوزیه همزمان که یک دیاگرام معماری همزمان یه دیاگرام سازه‌ای است. این بامزگیشه، یعنی یک چیزیه که ساختمان معماری به هم دیگه متصل می‌کنه. اتفاقا آدمایی که میان وارد دیسیپلین میگن اوکی دیسیپلین انگار دارن این تیکه میزان دومینو رو برمی‌دارن اون یکی تیکه‌شو همش خورد می‌کنن، ولی این دوتا در هم آمیخته داره پروژه‌های معماری رو تولید می‌کنه و اهمیت میزان دومینو همینه که تو یه هوریزونتال اکستنشنی تولید بکنی که توی اون هوریزونتال اکستنشن تو حالا هر چیزی که می‌خوای پارتیشن‌ها نمیدونم دیوارا اتاقا اینا رو وارد بکنی. من فقط برات اون هوریزونتال اکستنشن رو چیز میکنم که بعدش مثلا توی در واقع پروژه لو کوربوزیه اوبوس توی الجزیره‌اش این در واقع خیلی گستردش‌تر شده، یعنی شما توی این پروژه یه دیاگرام دومینو کشیده دارین طولانی که خالیه، فقط سری ستون سری کفه، ولی توش حالا آدما پر میکنن دیگه. لو کوربوزیه تصمیم نمیگیره توش چی پر بشه. خب و این نقطه خیلی مهمیه برای دیولپ در واقع دیاگرام دومینو. تو راجع به دوگانه معماری و ساختمان ایدت اینه که یه دوگانه تقلبیه، چیزی که یعنی در یه جایی از بحث داری به این اشاره میکنی و سوال میپرسم استفاده نمی‌کنی. آره سوال میپرسی ولی فکر میکنم که میتونی یه نقدی هم خودت داشته باشی نسبت به این فریز. خب یه ذره به نظر تو در واقع این یه دوگانه تقلبیه و تکرار دیاگرام سازه‌ای دومینوه، یعنی این دوگانه خیلی اتفاق نمیفته. نه بذار من آره یه ذره اینو روشن. نه اینطوری نیست. من میگم در حال حاضر کشوری مثل ایران نیاز به این دوگانه ها نداره. این که این دوگانه ها وجود داره، این دانش توی معماری حداقل مثل علم نیست که یک چیز ثابتی باشه. نه، هر فردی بر اساس در واقع ایدئولوژی که در واقع توش داره حرکت میکنه و میخواد یه مسیر تاریخی رو برای خودش بسازه، نگرش‌های مختلفی به این کلمات داره. این کلمات باید آدم‌ها بفهمن که چیه، راجع به چیه، چه فرقایی ممکنه بکنه. چه آدمایی راجع به فرقاش صحبت کردن. خب ولی اینطوری هم نیست که این یه دوگانه فیک برای همه معماری باشه. برای من به عنوان شخصه به این فکر میکنم که اوکی، من اگه بخوام یه پروژه راسیونال معماری رو بتونم ادامه بدم، مطمئنا این دوگانه رو تولید نمی‌کنم، چون به نظر من شهر این دوگانه رو زیاد از حد داره دیگه، بسته. ولی مثلا من میخوام یه چیزی فقط بگم، یه مثال بزنم که متوجه بشیم که این تضادهای بین نظرهای معمارا بسیار بالا. یعنی مثلا کسی مثل آیزنمن وجود داره که به خودآیینی تمام عیار معماری اعتقاد داره و کسی مثل تفوری رو دعوت میکنه آیه جوئز که حدوداً این خودآیینی رو از زیر در واقع پای آیزنمن میکشه. توی 3 تا نوشته، دانس لا بودوار،
توی آرکیتکچر یوتوپیا، توی 5 گرافیتی. یعنی یک کتاب داره 2 تا نوشته که نقد کرده مستقیم آیزنمنو و کاملا اعتقاد داره که چنین چیزی وجود نداره. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم که حرفی که من میزنم یه چیز ثابت و من دارم راجع به همین الان صحبت می‌کنم که ایران بهش نیاز. و آخرین سوالم اینه که راجع به اتونومی سیاسی صحبت کردیم و معماری سیاسی. به نظر تو این چه جوری در امروز ایران قابل دستیابیه؟ اتفاقا این صحبت رو من خیلی آدم میکنم و آدم میگن چطوری مگه، ولی من فکر میکنم که زبان معماری خیلی تاثیرگذاره روی اینکه اتونومی سیاسی بتونه تولید بشه و آدما همش دنبال اینن که اوکی حتما به واسطه کارهای نهادی این کارو بکنم، اونها مهمه، ولی مثال میزنم شاید این احتمالاً یکم برای آدما عجیب باشه یا یکم منو مورد سرزنش قرار بدم، ولی من فکر می‌کنم ارجاع مثلا به زبان تاریخی معماری یک جورایی داره همگام با سیاست توی معماری داخل ایران تولید میشه و مثلا وقتی پروژه‌ای می‌بینیم که از چهارباغ استفاده می‌کنن یا تاووس استفاده می‌کنن یا هر چیز دیگه به طور مستقیم، با اینکه شاید ناخودآگاه چنین چیزی باشه یا در طول سیر تاریخی معماری این اتفاق افتاده باشه، ولی این داره یه جورایی یه زبان معماری که مربوط به اون دوره بوده رو تثبیت می‌کنه. من نمی‌تونم بگم این پروژه ارزش داره یا ارزش نداره، اصلا چه چیزی نمیشه گفت. چرا؟ چون اصلا کسایی مثل جوزف ترانی، مثل لویجی فیجینی، مثل آدالبرتو لیبرا که معمارای فاشیست دوران در واقع موسولینی بودن، معمارای فوق‌العاده‌ای مثل کازامالا پارتی که من واقعا عاشقش هم به وجود آوردن، ولی اون دوره معماری مدرنیستی داشت به حکومت فاشیستی موسولینی کمک می‌کرد برای دنیای ایدئال، برای آینده فوتوریستی که در واقع اون دوران داشتن. موضوع اینه که زبان معماری همیشه یه رابطه مستقیم با ایدئولوژی داخل سیاست داره و این رابطه رو اگه معمارا متوجه نشن و ناخودآگاهانه حتی بهش میدونی گستردش بکنن، این از من همون مسئله‌ایه که به نظرم وجود داره. با اتونومی سیاسی وقتی به وجود میاد که این رابطه رو بهش نگاه کنن، ببینن چرا ما مثلا از تاق استفاده می‌کنیم، فقط به خاطر اینکه واجد ارزش‌های فرهنگیه، آیا واقعا هنوز هم ارزش‌های فرهنگی داره داخل ایران و موضوع به نظرم روشن بود. خب بقیه بحث با تو فکر کنم که در سوالاتی که احتمالاً جلوتر مطرح میشه دنبال می‌کنیم و راجبه خب تو امیر اولین سوالی که ازت دارم اینه که راجبه معماری کاغذی در ایران حرف زدی و خب ما همه میدونیم که وقتی از معماری کاغذی در ایران صحبت میکنیم این از پیپر آرکیتکچر یه فاصله کاملا مشخصی داره. اگر میتونی برای ما یه ذره این مسئله رو باز کن و این فواصل این دوتا مفهوم با هم رو برای ما یه ذره تدقیقش کن. ببین بذار این شکلی بگم، از یه تایمی به بعد یه سری امکان برای همه ما ایجاد شد که تونستیم پروژه هامون رو پابلیش کنیم. یعنی این امکان برای ما وجود داشت که صفحات شخصیمون رو داشته باشیم، خیلی راحت بتونیم هر ترسیمی که داریم یا هر چیزی پروژه‌ای که میکشیم رو پرزنت کنیم. شاید در گذشته این شکلی بود که تو باید یک نظام یا یه پله‌هایی رو طی می‌کردی که میتونستی پروژه‌ات رو پابلیش کنی و از یه سری نهاد دانشی یه سری تایید می‌گرفتی. این تغییر توی این وضعیت یه مسئله ایجاد کرده و همین موضوعه. ما تقریباً میشه گفت روزانه شاید صدها یا هزاران تصویر تولید می‌کنیم و در رسانه‌ها بارگذاری می‌کنیم و همه ما یاد گرفتیم که همه این نوشته‌هایی که یا گفته‌هایی که تو رسانه‌ها می‌بینیم رو به اونها بچسبونیم و پروژه‌ها رو با عنوان‌های معماری کاغذی یا هر چیز دیگه‌ای آپگرید کنیم، بیاریم بالاتر. ولی یه پیش نیازی انگار وجود داره و اون اینه که ما یه ضعف‌هایی داریم وسط. یعنی ما که میگم شامل همه خود ما هم میشه، نسبتمون با تاریخ معماری خیلی دقیق نمیفهمیم یا نمیدونیم کجاست، یا اینکه هنوز جوونیم تو این قضیه. یعنی شاید یه بحث‌هایی رو تازه داریم شروع می‌کنیم، هنوز تازه داریم شروع می‌کنیم که بگیم که کپی با ارجاع خیلی متفاوته و به نظر من فعلا خیلی فاصله داریم. این هیجانیه که انگار که اول راهیم و باید تخلیه بشه، همه تولید کنیم، همه بکشیم و همه پروژه‌های شخصیمون رو با اسم‌ها و کلمات بزرگ پرزنت کنیم
ولی فکر کنم که از بین همین گفتگوهاست که میتونیم به اون قضیه برسیم. اوکی. حالا برای یعنی به نظرم شایان از موضوع خودش باز کرد، ولی به نظرم خودت هم برای پروژه معماری مستقل و راه دستیابی بهش من دوست دارم که خودت هم نظر خودت رو بگی، چون جفتتون به این ارجاع دادین. به هر حال تا این لحظه باید به یه راه حل، حالا مسئله‌ای نداره که این دائما تغییر. یه چیزی که اول شایان خیلی مفصل توضیح داد، بعد فکر می‌کنم که ما حرفامون چون زیاد با هم حرف می‌زنیم خیلی شبیه همه، برامون تکرار میشه حرفا. ولی ببین ما راه حلی که داشته باشیم، اگه به راه حل که رسیده باشیم خیلی آدم خوشبختی هستیم. واقعیتش که این به راه حلی نرسیدیم، ولی راه حل قضیه اینه که ما تنها راه چاره‌ای که پیدا کردیم این وسط این که رفتیم یعنی سراغ تاریخ معماری. حالا این تاریخ معماری میتونه غرب باشه یا اینکه بریم سراغ معماری خودمون و درست حسابی بشیم بخونیمش. این بحث رو خیلی بحث طولانیه و بارها راجبش صحبت شده و تکراریه، ولی راه حلی براش نداریم. ما نمیگیم که به پروژه فکریمون رسیدیم، به ایده معماری رسیدیم، ما الان بخشی از معماری دنیا هستیم که میتونیم معماری رو پیش ببریم به جایگاهی که شاید مثلا ژاپن یا روس‌ها رسیدیم یا نه. اینا رو نه واقعا نرسیدیم، ولی براش فکر می‌کنم که یه زمان کوتاهی هست که یه تقلایی براش شروع شده و امیدوارم که خاموش نشه این تقلا. اوکی. و این تقلا شاید تو نسل جوان‌تر خیلی شدیدتر و قطعاً پیگیرتر و فکر کنم هزینه‌ش هم گزافتره. ببین الان یه لحظه اشاره کردی به مسئله ارجاع و کپی. خب ما معمولا این مسئله رو یعنی از مثلا پداگوژی دانشگاهی خیلی با این مواجهیم که مخصوصا اساتید خیلی حساسن این کپی شده نمیدونم این یعنی و اصلا اتفاقا هیچ جایی فکر میکنم که این رو برای ما مسئله رو باز نمیکنن که چه تفاوتی هست بین ارجاع و کپی کردن یه پروژه، یا مثلا آیا مثلا اون شبیه زاها حدیده هست که شما ساختن سوله، مثلا اون ارجاع یا کپی هست همونقدر پاپ. خب حالا میدونم هیچ کدوم نیست، ولی مسئله اینه که یه ذره موضع رو مشخص کن، میدونی، چون که این خیلی لحظه حساسیه. ببین فکر می‌کنم خیلی‌ها اینجا هستن که میتونن راجع به این موضوع اصلا نظر بدن. یه ترسی بود که ما از تو دانشگاه تو ما شکل گرفته بود و اصلا میترسیدیم که راجع به یه پروژه حرف میزنیم و بگیم که این شبیه یه پروژه شده یا نه. یعنی یه ایده‌ای هم تو سر ما انداخته بودن که شما نرید مجلات یا کتاب‌های معماری رو ببینید، نکنید باعث بشه که چیزو ذهنتون بشه و شما کپی کنید. پیش که رفتیم دیدیم که نه، اتفاقا این یه ارزشه. یعنی شما وقتی میرین یه پروژه رو میبینید و میخونید، موقعی که میاین با اون پروژه دیالوگ میکنین و پروژه رو انگار که یه درجه هول میدین جلوتر یا یه دیالوگی با اون پروژه دارین، این خودش یه ارزشی تولید کرده و کلا تاریخ معماری رو با این شکل گرفته. یعنی تاریخ معماری دیالوگ یه سری پروژه ها و یه سری کلمات و یه سری رساله هاست با هم و اینها در نسبت با هم موضع میگیرن یا ادامه میدن راه هم رو یا با هم دیالوگ میکنن و این موضوعی بود که فکر میکنم که همه باید بهش فکر کنیم. این قضیه حالا به شکل ناقصی تو معماری ایران جدیدن خیلی انگار که ترند که نمیشه گفت، یعنی وجود داره، خوشبختانه وجود داره، حالا به هر شکلی. تو پرزنت هم گفتم چند وقت پیش همه دیدیم، ما خیلی جستجو هم کردیم راجع به اون پروژه که یه پروژه ارجاع داده شده بود به والهاوس 2 هیدار، نفهمیدیم چجوریه، ولی که این معمار اومده بود خیلی بلند راجع به این حرف زده بود که من این پروژه‌ام به این ارجاع داره، واقعا به نظر من کار با ارزشی بود. حالا میشه تو لول بعدی راجع به این حرف زد که واقعا این پروژه به اون ارجاع داره یا نه و این نشون میده که فکر می‌کنم ما تو این قضیه پیش رفتیم. دقیقاً. تو یه جایی راجع به این صحبت کردی که در واقع یه کوتی آوردی که معمار و هنرمند متفاوتن. ببین این خیلی چون که آره نه کوت تو نبود، منظورم اینه که در متنت اومد این حرف، چون که ما مثلا میگم در باز فضای دانشگاهی اولین تعریفی که میکنن معمار یک هنرمندی است که مثلا ساختن، یعنی مخصوصا در جنریشن قبلی دائما ما داریم اینو میشنویم که شما یه انگار دینی به هنرم دارید که اومدید الان دارید معماری میکنید یا
باید یک دیالوگی با هنر هم داشته باشی، وگرنه مثلا هنرمند نباشی معمار نمیتونی بشی. اینو برای ما مشخص کن، چون قطعا فکر می‌کنم که دیدگاه تو هم نزدیکه. این جمله که از آدولف بود من گفتم، حالا میشه نقدش کرد و من نه مرید آدولف هم نه هیچ چیز دیگه ای، ولی خب این آدم اینو مطرح کرد و من فکر کنم جاش بود که تو این بحث راجبش صحبت بشه. و اون اونجا میگه که معمار هنرمند نیست به این خاطر که معمار با حوزه عمومی در ارتباطه، با آدم‌ها در ارتباطه و هنرمند وقتی اثرش رو میسازه به صورت خیلی شخصی داره با قضیه برخورد میکنه. یعنی یک اثر، یک تابلو نقاشی میکشه و یه موضوع شخصیه. میشه اینو نقد کرد و راجبش حرف زد و میشه هر موضعی نسبت بهش گرفت. ولی در رابطه با خودمون و این جمله‌ای که باز یعنی برگشت دادی به دانشگاه‌ها من صحبت کنم، یه ذره ما فکر میکنم که باید از خود گذشته تر باشیم و اگه میخوایم به پروژه استقلال معماری یا هر چیزی تو این جغرافیا فکر کنیم، کاری نیست که یک نفر بخواد انجام بده و یه پروژه‌ای که چند نسل انگار باید روش کار کنه. تو این وضعیت ما فکر میکنم که مجبوریم یه سری زیرساخت‌ها آماده کنیم برای نسل‌های آینده و وظیفه‌ای که داریم اینه که شهر رو از این که هست زشت‌تر نکنیم. یعنی پروژه‌های تولید کنیم که نه ابژه‌های خاصی بشن که قابل تکثیر نیستن، خیلی سخت میشه ازشون استفاده کردن. موقعی که ازشون به اصطلاح استفاده میشه یا بقیه تو مناطق پایین‌تر یا تو شهرهای دیگه میخوان ازشون استفاده میکنن، تبدیل به یه سری فاجعه میشن. یعنی همین چیزی که تو دایره زاهدید میگی، یعنی این پروژه مثلا توی یه کشور دیگه با یه بودجه سرسام‌آور ساخته شده، بعد میاد تو ایران همچین وضعیتی میگه. در رابطه با معمارهای وطنی هم صادقه، یعنی معمارهایی داریم که پروژه‌های خیلی گرونتری میسازن و فکر میکنم که همینی که توی مصاحبه راجبش حرف زده میشه، معماری استاندارد، معماری که از متریال گرون استفاده میکنه، سازش گرونتره. خیلی اتفاقای دیگه ما به صورت شخصی با یه پروژه‌های روبرو شدیم که خیلی گرونن. یعنی فکر کنید که معماری واقعا اینقدر چیزی گرونی باشه و کارفرماها خیلی دارن اذیت میشن، یا حتی کارفرماهای ما آدمای کم هزینه تریه و خوشحالیم از این قضیه. حقیقتش چالشیه، امیدوارم که بتونیم ادامه بدیم. بعد از این که از آبکار رسیدی به دلیری، خب ما یه پروسه رسیدن این دوتا رو به هم داریم. فکر میکنم که اینجا یه سوالی مطرح میشه که چقدر اون وضعیت اقتصاد و سیاست میتونه یه نیروی وارد کنه به معماری که ما دوچار یک همچین تحولی بشیم که حالا هنوز انگار از ضربه‌ای که ما از اون اتفاق خوردیم انگار هنوز مثل یه بوکسوری هستیم که مشت خوردیم هنوز انگار به هوش نیامدیم. یه ذره راجع به این موضوع هم اگه بتونی توضیح بیشتری بدی به نظرم مهمه. این سوال خیلی سوال بزرگیه ولی خیلی شخصی میگم و فکر میکنم که جواب من خیلی کلی و پر از ایراد باشه. کلا انگار که ما وقتی تو ایران این شکلیه که تا میخوایم نمیدونم چی اسمشو میشه گذاشت، نهاد، جریان یا چیزی رو راه بندازیم، اسیر یک جنگ، انقلاب یا یه موضوعی میشیم که اینو قطع میکنه و خب یه جریانی شکل گرفته بود، هر چقدر عقیم یا خوب یا هر چیزی کاریش نداریم، مثلا از معماران دوران تحول به بعد و بعدش میرسیم به سیحون و اینها و بقیه، داشت یک جریانی پیش میرفت و ما به انقلاب و بعدش جنگ رسیدیم و خب این طبیعی بود که یه طیف یا یه موضوع فراموش شده و اینکه دلیری رو من شاید یه جورایی قهرمان دیدم این بود که دوباره یه جورایی ارزشی به معمار توی ایران حداقل تو بخش خصوصی داد. یعنی مردم یاد گرفتن که میتونن برای معمار باید هزینه کنن، یعنی باید پول هزینه کنن و باعث اقتصاد مهمه، پول کلا مهمه برای اینکه دفاتر شکل بگیرن یا استودیوها شکل بگیرن. ولی میگم سوال خیلی سوال بزرگیه برای این که من بخوام جواب بدم، ولی من فکر میکنم که الان دوباره داریم سعی میکنیم همین کار رو بکنیم. حالا نمیدونم چه اتفاقی قراره سرش بیاد ولی تو اون مسیر افتادیم. یعنی یه عده مشغول شدن که سراغ غرب میرن، یه سری مشغول این بعدن به صورت جدی، یه عده
مطالبه‌گر شدن که چرا این حرفو میزنین، یه عده دارن درس میدن، یه دارن پروژه میسازن و این اتفاق خوبیه در مجموع فکر می‌کنم. خیلی خب، من سوالاتم از شما دو نفر تموم شد و فکر کنم که الان وقتیه که باید خب سوال بپرسیم. یه دونه دست دیدم. مرسی از دوستان. اگه میشه خودتون اولش یه معرفی بکنید و بعد سوال بکنید. کوروش جهانی هستم. مرسی. یه جور صحبت شد در مورد ارجاع تاریخی و اینکه در ابتدا کار درستی به حساب نمی اومد. اومدیم معماری دنیا رو بررسی کردیم، متوجه شدیم خب کار با ارزشی. الان من فکر می‌کنم وارد این مسئله جدید شدیم و اون اینه که آیا لزوماً توی پروژه ها ارجاع تاریخی دادن لزوماً کردیت میده پروژه و چه زمانی این قابل دفاع هستش؟ چون فکر میکنم الان دیگه مثلا اتفاقیه که به طور مثال مثلا در مورد 9 اسکوئر افتاده، همه میخوام کردیت بدم به پروژه، میگن خب ما داریم با 9 اسکوئر کار میکنم. این از کجا به بعد قابل دفاعه؟ فکر کنم بله. ببین بحث راجع به ارجاع حرف میزنیم، نمیخوایم کردیت بگیریم، یعنی بحث راجع به کردیت گرفتن نیست. اصلا تو نمیتونی مستقل از تاریخ، یعنی خیلی اتفاق سختیه که بگی من برای اولین باره که دارم در کل زمانها این کار رو دارم انجام میدم و تو آگاهانه یا ناآگاهانه به یه سری پروژه یا یه سری کار داری ارجاع میدی و فکر میکنم که یه اشتباهی که صورت گرفت این بود که این موضوع که داشتیم حرف میزنیم راجع به این نیست که تو بخوای اعتبار یا کردیت بگیری یا از این کار بخوای جایزه‌ای رو ببری. تو این کار داری انجام میدی که بتونی پروژه فکری داشته باشی، بتونی در امتداد یه ایده‌ای پروژه رو پیش ببری و فکر میکنم که اونجوریه که پروژه میتونه فاقد یا دارای ارزش بشه. نمیدونم. آره درست. فقط یه چیزی که هست به نظر من، مثلا این الان سمت چپ ویلا شبو یکی اولین پروژه لو کوربوزیه است، سمت راست کازا پالادیو مال پالادیو. خب هر تاشون لو کوربوزیه رو میشناسین دیگه بدون ارجاع، مثلا ارجاع نمیدونم. اوکی، این مثلا میگم که اصولا تو اصلا نمیتونی وارد تاریخ معماری بشی و ارجاع ندی در حال حاضر مخصوصا، چون الان ولی اینکه بگی به نظر من مهم نیست بگی. مهمیه که بالاخره یه نفری که پلان تو رو میخونه اگه تاریخ معماری بشناسه میدونه که به کدوم سمته. مثلا یه پروژه‌ای تو داری که دو تا دیواره که اینطوری داره باز میشه، درسته؟ خب اون مثلا برمیگرده به کارهای ریچارد سرا توی بخشش، درسته؟ خب این داخل ارجاع، حتی اگه تو نگی یا بگی، درسته؟ برای من فکر میکنم که این موضوع که اصولا تو وارد ارجاع هستی یا نیستی صحبت الفارق میگن، نمیدونم، یعنی صحبتیه که اصلا نمیتونی واردشون بشی، چون بی‌معنیه واردشون بشی، چون همش اصولا یه فهمی هست که معمار یه نابغه است، یه نوآوری تولید میکنه و این فهم اشتباهی، این فهم از دوران مدرن تولید شده و فهم اشتباهیه، چون معمارا پشت هم دیگه حرف میزنن، مثل یه دیالوگ، مثل حرف زدن پشت و ارجاع همینه، نه کردیت میده نه کردیت نمیده. هست. اوکی. دیگه بفهمید. حسین براتم معماری خوندم. یه جایی راجع به این صحبت کردیم که ارجاع تاریخی توی ایران همسو با سیاست‌های جاری معماری تنسیق و بخش خصوصی. من اونو متوجه نشدم. اولا اینجا حالا اینجوری بپرسمش جالب‌تر میشه که یک خوانش یگانه از معماری ایران مد نظرت بود یا نه هر گونه ارجاع تاریخی دادن؟ من تمام حرفم اینه که معمارها تمام تلاششون اینه که به پروژه‌های معماری که لزوما هیچ کار خاصی انجام نمیده، هیچ مسئله خاصی نداره، به خاطر مشروعیت بخشی به اون پروژه از ارجاع معماری‌های تاریخی استفاده کنن و معمولاً هم تاریخ معماری اسلامه، یعنی به طور کلی. خب و این موضوعی که بارها و بارها تو میتونی تو پروژه‌های مختلفی از مترو
بگیر تا مسابقه باق‌الها، تا بگیر پروژه‌های فوق‌العاده‌ای که شاید خیلی اصلا مسائل مهم معماری هم گاهی اوقات دارن ها. همه این پروژه‌ها اولین چیزی که دستشون میاد مثلا میدونی چی، مثل اینه که اوکی من می‌خوام پروژه رو شروع کنم، باید با همین شروع کنم. این هست، یعنی این تاریخ هست، من این تاریخ رو باید بگیرم، حالا عوضش بکنم، بعد بگم که اوکی عوضش کردم، یه جایی تغییر دادم، نگاه کن چطوری تغییر کرد، یه کوچولو تغییر کرده و ارجاع هم داره به معماری ایرانی اسلامی، نگاه کن و اونطوری مشروعیت تو ببخش. این سوال بفرم. خوبی اشتی چند از سوال داشتم درباره معماری و ایدئولوژی سوال کردم که این دو تا جدا از هم نیسته. درست. و خواستم ببینم که یه سوالی هم از توسعه میکنه بعد رفت پیدا میکنه مثلا سیچویشنیستا درباره اساسا استراتژی شهر و اینکه اساسا شهرها میتونن نوع نگاه و فکر کردن آدم‌ها رو بسازن. میخوام ببینم که در با تاریخ آیا ما نمونه‌ای داریم که به نوعی معماری تونسته مداخله کنه در اون ایدئولوژی، در ایدئولوژی که ثابته. آره، چون ببین ایدئولوژی به تو اجازه رو نمیده که هر کاری بکنی. آیا میخوام ببینم که تنها ابزاری که داریم مداخله مولکولیه، این ضربه‌های جزء که توی کلمه اتفاق گرفته، یا تو تاریخ بحث چیزی که نازی‌ها کردیم میخوام ببینم که مثلا اون عصر ممکن بوده یا همچین کاری مثلا توی معماری انجام شده باشه، مثلا جای دیگه، دورهای دیگه. امیدی هست. چیزی که تفوری میگه امیدی نیست. یعنی واقعیتش اینه که هر زمان که معماری تلاش میکرده که در برابر ایدئولوژی در واقع حرکت بکنه، همیشه توسط یه ایدئولوژی بزرگ اسمش سرمایه است خورده میشه. خب چون اون بزرگه است، بقیه دیزاین، بقیه کاورایی هم برای ولی میشه گفت که خنثی میتونه باشه معماری. یعنی بسیاری از معمارایی که مثلا توی آمریکا یا توی سوئیس دارن کار میکنن یه جورایی یه معماری نیوترال اوریدینس داره. یعنی کاملا وقتی معماری میبینی تفاوتش بین اینکه این معماری ساختمونه چیزه معلوم نیست، مثلا از سرمایه زیاد برای تولید اون پروژه ها استفاده نمیکنه. این آدما هستن، مثلا مردیت تا یه حدی، آورلی، کریستیان گیرزمن، دیوید سیورن، ژان دویتلر، اینا معمارایی هستن که دارن توی این حوزه تا یه حدی پیش میرن. مثلا این مقاله الکاندرو زاهرا پاولو داره Well into the 20th century که دسته‌بندی میکنه معمارهای معاصر رو در حال حاضر، مثل کاری که چارلز جیمز قبلا انجام داده با دیاگرامی و خیلی دسته‌بندیش نشون میده که هر کدوم اینا کدوم سمت رو اجرایی میکنن. مثلا یه سری سمت داره مثل کیوت اکتیویسم، سری آدما که مثلا اکتیو در واقع اون مسائل مثلا نژادی یا مسائل در واقع محیط زیستی رو میذارن ولی کیوتش میکنن، میدونی مثلا یه رنگ صورتی میذارن، مثلا تو احساس میکنی که این خیلی بامزه است. یه سری هستن نه اینا خیلی رادیکال مثلا چیزن، خیلی رادیکالن. یعنی این دسته‌بندی خیلی دسته‌بندی جالبیه، مثلا اگه بتونم اینو پیدا کنم. برای همین من فکر میکنم که نه امیدی نیست برای اینکه مداخله کنه، امیدی هست برای اینکه مقاومت کنه. این دو تا به نظر من فرق. مقاومت یعنی اینکه تو از خودت هیچ چیزی بروز نمیدی که بیاد همراهت بشه. مثل هیلبرزایمر کاراش به نظر من یه جورایی شهر رو عیان میکرد با کار ورتیکال سیتیش، به خاطر اینکه تمام ساختار دیستریبیوشن، کانسامپشن و پروداکشن رو نشون میداد توی شهر و میگفت که چیز دیگه ای نیست. نگاه کنید نمیومد یه کاوری رو بذاره مثل لوکوربوزیه مثلا تا یه حد. خب برای همین من فکر میکنم که بیشتر خنثی بودن و مقاومت کردن اتفاق میتونه بیفته تا مداخله کردن. ولی سیچویشنیستا خب آره، ولی سیچویشنیستا آیا پروژه معماری هم داشتن؟ بیشتر تحلیل به نظر من تحلیل شهر بوده اون متن سیچویشنیستا. مثلا نظریه بازی کردن به امید اینکه نسل آینده مثلا آره ولی یاسر برای میگه نیو بابیلون، ولی به نظر من نیو بابیلون یه جورایی هسته‌ای برای کاری که رمپولاس میکنه. درسته؟ بعد رمپولاس هم دوباره جذبش میشه، جذب لیبرالیسم میشه که داخل آمریکا بود. و همین به نظر من این روند رو اگه آدم بخواد پیش بگیره باز اونم میره به اون سمت و همون تفوری رو باز بگیم. ایناش این دیاگرام است. خیلی دیاگرام با هم وزیده. اینو آری هم ببرد. کامل دفتر رو به واسطه یه سری در واقع موضوعات تکتونیک مثلا داره، یه موضوع دیگه‌ای داره، هر موضوع اینا رو جمع بندی کرده و دفتر معاصر هم هست مثلا
معمارای خیلی قدیمی نیستن. سوال از امیر صحبت چیز معمار هنرمند بعدش من خودم معمار نیستم وارد جدید ولی تجسمی بعدش من فکر کردم که حالا این جمله‌ای که هر معماری باید هنرمند باشه برعکسش حاکمه یا نه، این هر هنرمندی اول باید معمار باشه و به نظرم میشه بهش فکر کرد. خب اگر باید ببینیم که اول تعریف از هنرمند چیه. برای من تعریف هنرمند اونی که رنگ مال بوم نیست، یعنی مدیوم تعیین نمی‌کنه که تو هنرمندی یا نه. می‌بینی یعنی که هر کی عکس میگیره عکاس که نیست که طبیعتا اینا. یعنی اگه این تعریف رو داشته باشیم که هنرمند کسیه که یک جهانبینی داره که خب کار دیگه پس هم اینش که هم فقط معمار میاد توی مدیوم جدیدی میتونه این جهانبینی رو تجسم بشه توی جهانبینی. من می‌خواستم نظرت چون خودت هم بدونم. میفهمم یعنی کاملا باهات همراه هم و حرفت رو میفهمم، ولی یعنی دوباره میگم این جمله خب از من نیست. خب و کسیه آدولفوس قبلش گفتم آدولفوس و قضیه اینه که اونجا داره راجع به این حرف میزنه که معمار، یعنی منظورش اینجوریه که اگه معمار داره روی هنری باشه و مستقل از توده مردم شروع کنه به پروژه کشیدن و مستقل از شهر فکر کنه، کارش تبدیل به یه اثر هنری میشه که انگار که قابل تکثیر نیست، یعنی نمیشه اینو توسعه داد. تبدیل به یه ابژه‌ای میشه که تکثیرش سخت میشه تو شهر و بقیه که میان از این کپی کنن یه سری چیزای بزک شده میسازن که تقریبا توی تهران و همه شهرهای ایران میشه دید راجع به این حرف زد و فکر. اونجا داره میگه که معمار علاوه بر این روحیه هنریه انگار یه مسئولیتی نسبت به مردم و توده و شهر داره. شاید به این خاطره که داره میگه که معمار یه ذره متفاوت از هنرمند باید فکر کنه. این تعریفی که داره میگی هنرمند در واقع مدرن دیگه، اون نابغه‌ای که استدیوش حالا در مدرن نیست دیگه. نه من نگفتم جدید آره قطعا یعنی این دیسکورس جدید خیلی مهمه توی تجسمی و هم که همراهیش بیاد توی معماری. یعنی که من آره حتما ببین گفتیم که من نمیدونم تو دسترس هم دیگه داره. نه حتما ببین گفتیم که می‌خواستیم یه سری روایت رو بیان کنیم که این روایت‌ها روایت‌های متفاوتی بودن در نسبت با این قضیه معماری و ساختمان و گفتیم که همه اینها قابل نقدن، یعنی به عنوان یک حکم ثابت نیستن هیچ کدوم از اینها. من فکر کنم تو چیزی که داری میگی اینه که خود مفهوم هنرمند هم دچار تحولی شده، یعنی الان یک هنرمند به اون مفهوم مدرن هنرمند نیست. حالا ایران من نمیگم، در ایران که اتفاقا خیلی هست. بله واقعی توضیح جهانیش نمیشه. مثلا مایکل هایزر هم همین کار کرده که توی بشه، چون اومده بودن هنرمند ولی وارد معماری کاملا شده، یعنی شخص. سوال سلام، مرسی وارد توضیحاتتون. من کیوانم، دانشجوی معماری ام. حالا یه بخشی هم دارم دفتر کار میکنم که سوالی میمونم شاید از شایان بپرسم بهتر. حالا چون بحث هم تئوری پیش کشیدن من داشتم اصلا این حالا با شخصا شاید باشه این سواله. ببینید پویان رویانه اسمی که میگم صرفا بخاطر اینکه بدیم راجع به چه دیدی هم صحبت میکنیم. حالا برای من اتفاق افتاد چون ارجاع میدم که حالا صحبتایشون باشه. توی لابی اینستاگرامی که زمان کووید داشتن گفتن که معماری اصلا میتونه ساخته نشه و صرفا تو ترسیمات پیش بره. حالا بحث جدا شدن بین معماری و ساختمون یه بخشش الان این حالا از نظر من براز اینکه حالا تئوری جلو بره یه ذره قابل درکه واسم. از اون طرف حالا بدای صحبتشون گفتن که اون بحثی که آقای زومزور داره مطرح میکنه به عنوان اون اتمسفر کلا از اون رد شده تئوری معماری گذشته. خب من شخص خودم به هر حال من کسی که توی هر پروژه‌ای وارد بشه یه حسایی دریافت می‌کنم از اون بحث تئوری پروژه ها مهم باشه یا مسئولی. اصلا همون حساب ما رو باید خب فکر نمی‌کنم واقعا تئوری کارش اونقدر بولد باشه نسبت به اون بحث لاجیکالش. مال کی؟ نشنم مال
اون اولش مال کی بحث تئوریکالش نسبت سامان پارتی که خودتون مثالش زدین، یعنی اون بحث استاتیکش خیلی بیشتره تا لوژیکالش. می‌خواستم بدونم الان پویان روحی اون سایدی که داره میگه درست هستن، از اون بعد زومتور هم حس می‌کنم درسته. منتها خب زومتور اصلا اینجوریه که میگه باید تو توی اون فضا باشی که حس کنی مثلا پروژه چه اتفاقی واسش افتاده، موفق شده یا نه. مثلا یه ذره میشه راجع به این مرز این دو تا صحبت بشه، چون مثلا پروژه آقای دانشمی به لحاظ مسجدشون مسجد ولی هست، ولی اگر اون دیوار که گفتن کشیده شده با جلوگیری کرده از اون چیزی که می‌خواسته رقم بخوره، حالا فرض کنم اون دیوار اصلا نیست، اون بحث تئوریکال به نظر من داره اتفاق میفته. اما وقتی مثلا داخل مسجد میشی یه مقدار اون بحث استاتیک پروژه نیست، حالا به لازم کانسپت مسجد، یعنی صرفا فضا خیلیشون میتونم بدونم این دوتایی که الان داره به هم یا مثل تیل دولبن اون ساختمونه چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ میدونین یعنی خب خودتون مثالش رو زدین تو پروژه‌ای که تو منطقه بالا تهرانه ممکنه بحث فرمیک یا هر چیزی هستن که مردم بخشی میگه که معماریش ارزشمند کنه اتفاق میفته، ولی تو منطقه پایین‌تر این اتفاق رقم نمیخوره. خواهدم اون چجوری میشه اون لکه مثبتی که حالا زمان پهلوی رقم اول ممکن یه بخشی رقم خودش که این تایپولوژی اطلاع طلابکار تکثیر شده باشه اتفاق بیفته تو مناطق دیگه هم. خواهدم یه مقدار این مرز دوتا تئوریکال و اتمسفره خیلی ولی فکر کنم 5 تا آره ولی مثلا اول من از این شروع کنم. حالا من اول اینکه نمیدونم فنومنولوژی بسته شده یا چه چیزا، اینا به نظر من بحث‌های حاشیه‌ایه، چون مثلا لاگ شماره 42 رو اگه ببینید دیس اورینتینگ فنومنولوژی موضوعشه و راجع به این صحبت می‌کنه که چطور فنومنولوژی که اول یه بدن یونیورسال رو در نظر می‌گرفت برای فنومنولوژی، حالا چطور می‌تونه بدن‌های مختلف مثل بدن گی‌ها، بدن فمینیست‌ها، بدن کسی که روی اکولوژی داره کار می‌کنه، بدن کسایی که در واقع ناتوانی جسمی دارن، اینا رو روش در واقع سرمایه‌گذاری کنه. برای همین نه. اوکی، فنومنولوژی اصلا تمام نشده، اونم یه بخش از فلسفه است، یه بخشیه که تاریخ بدنه معماری رو داره میسازه، آدم‌های مختلف راجبش فکر می‌کنن، راجبش نظر میدن. این بخش. دومی که راجع به این سوال کردید که ترسیم ساخت اینا، به این اصلا این آریان همیشه مثال میزنه. من آدمایی که همش باهاش صحبت می‌کنم خب خیلی کمکم می‌کنن توی چیزایی که می‌فهمم. میگه معماری مثل همین اثر آینه‌ایه که لکان راجبش صحبت می‌کنه. وقتی یه بچه متولد میشه همیشه جسمش رو خب تیکه تیکه میبینه و اولین بار که روبروی آینه قرار میگیره است که یک فهم کلی از خودش رو پیدا میکنه. بازنمایی معماری هم همینطوریه. 3 تا بازنمایی معماری داره از نظر من. کلمه ها، نوشته ها میشه، تصاویر، ترسیم ها و غیره، ساخت. اینا 3 نوع بازنمایی معماری. هیچ کدوم ارزش بیشتری نسبت به اون یکی ندارن. هر کدوم موضوعات متفاوتی رو پیش میگیرن و هر کدومشون ارزش‌های بسیار بالایی دارن. پس میتونه یه نفر بله با ترسیماتش پیش بره، مثل لیویوس وودز، مثل اسکولاری، ماسیمو اسکولاری، مثل خیلی آدم‌ها هستن در طول تاریخ این کارو کردن و بسیار اهمیت داره. خیلی آدم‌ها فقط ساختن. آدولف لوس خودش میگه I do not draw plans. خب هیچ وقت من پلان یا ترسیم نمی‌کنم. من میرم ساختمون، اونجا می‌بینم که اون کارگری چطوری داره ارتفاع رو عوض می‌کنه. و یه سری آدم هستن که فقط کتاب نوشته. خب باز اونجا هم ما کلی معمارا داریم که اوکی فقط کتاب می‌نویسن و اونها هم بسیار اهمیت داره. پس اینم از اون سوال دوم. یه سوالی که راجع به کازاماناپارته و لاجیکال و استتیکال بودنش راجع به صحبت نه، پلانش پلان بسیار مهمیه. پلانش اگه انتهاش نگاه کنید 2 تا اتاقه و یه مقاله‌ای هم دیدک راجعش نوشته که پیشنهاد می‌کنم توی دوموسه، فکر کنم نمیدونم شماره چند راجعش نوشته و اون خب دیدک مطمئنا یه آدم تئوریکاله تا یه حد دیگه، برای همین مطمئنا لاجیکال هم هست کازاماناپارته و اهمیتی که برای من کازاماناپارته داره خیلی شخصیه. من همیشه این نظرمه که بخشی از معماری
یه بخش کالکتیوه، یه نالج عمومیه، یه دانش عمومیه، یه بخشش هم انتخابای تو به عنوان یه معمار. تو باید انتخاب کنی. تو باید بگی 5 تا پروژه‌ای که من دوست دارم چه 5 تا پروژه‌ای هستن و پروژه‌هایی که من دارم در ادامه تولید می‌کنم از این 5 تا پروژه چه مسائلی داشتن کار می‌کردن. اینطوری نیست که هر کسی مثلا بگه که اوکی ما حتما باید تو یه قاعده خاصی مثلا چون این مثلا فقط لاجیکاله من انتخاب نمی‌کنم. نه. تو معمار شدی که این تصمیمات رو بگیری بابت پروژه. و آخری سوال فکر کنم بیشتر امیر چیز میکنه راجع به پهلوی اول و دوم و مسائلش. من سوال متوجه نشدم دقیق منظورش. یه چیز دیگه هم ببخشید راجع به مسجد ولی از پرسید من بگم. مثلا مهمترین مسئله مسجد ولی اتفاقا اینه که شبیه مسجد نیست و یکی از اون خنثی بودن‌هایی که در برابر ایدئولوژی رو تولید کرده. با اینکه خود رضا دانشپور یا کاترین اسپیریدونوف دو ایده مختلف هم دارن. یکیشون میگه برمیگرده به مسجدهای اولیه پیامبر، یه دونه دیگه‌شون میگه که نه برمیگرده به این این گنبده برمیگرده به این در واقع چیز هندسی ترسیم هندسی مقرنس و اینجور چیزا. تازه دو تا ایده متعارف، یعنی من تو دو تا ویدیو اگه ببینید دو تا ایده متعارف. ولی به نظرم هیچ کدوم اینا نیست. مهمترینش اینه که خنثی این مسجد و این مهمترین کاریه که این مسجد کرده و برای من اثر مهمیه در به خاطر خنثی بودنش. من منظورم نه که شبیه مسجد نیست. واسه میگم حالا یه سری نقدایی که شاید به فضای اتمسفر داخلی مسجد میشه اینه که خب شاید اون تمام وجوده نیست، یعنی تمام نیروها نیست. نمیگم مثبت یا منفی، اصلا منظورم این نیست. میخوام بگم راجع به مالاپارتا هم نه که منظورم این نبود که اصلا کلی نیست. منظورم همون تقابل این دوتا بود. اصلا ببینم خب مشخصا واقعا بودجه‌ای که گفتین خیلی تاثیرگذاره توی اینکه این اتفاقا رقم بخوره یا نخوره و تمام پروژه‌ای هم که حالا معمار ما الان دارن طراحی می‌کنن اغلبشون توی منطقه 1 متاسفانه. میخوام ببینم چجوری میشه که راجع اون پارت سال آخر هم میخوام بگم اینکه حالا یک پروژه تمام اون بخش‌ها رو نداشته باشه، نه یا تئوریکالی خیلی بخواد قوی باشه یا لاجیکال نباشه ولی تاثیرش رو توی منطقه یا بافتی که هست بذاره به هر حال قدم مثبتی محسوب میشه. نمیشه میدونم تو معماریش هم مرز رو جابجا نکنه، اما تو سطح شهر این نکته مثبتی محسوب میشه یا نه؟ ببین فکر کنم خیلی منطقی دارید جواب خودتون میدی، یعنی قرار نیست که هر پروژه‌ای که در دنیا ساخته میشه مرز معماری رو جابجا کنه. اگه اینجوری باشه در تهران فکر کنم روزانه باید 1000 بار مرز معماری جابجا بشه. قضیه اینه که ما اینجا وقتی میریم سراغ آبکار یا کسایی مثل اون داریم راجع به اهمیت شهر صحبت می‌کنیم، راجع به اینکه ما توی این شهر زندگی می‌کنیم و یک سری کار رو داریم انجام میدیم و بین این ساختمان‌ها داریم زندگی می‌کنیم. خب اون چیزی هم که راجع به معماری یا اون لبه معماری صحبت میشه حقیقتش اینه که اون ادعایی که میشه تو ایران اتفاق نمیفته. خب یعنی اینجا هیچ وقت وال هاوس ساخته نشده تو چندین سال اخیر. اگه ساخته بشه خب اوکی اون پروژه قرار نیست نسبت به شهر دینی داشته باشه یا بخواد مثلا چه میدونم میتونه متفاوت باشه، اصلا این مجسمه باشه، اصلا هر چیز دیگه یا پروژه آیزنمن. اگه به اون نقطه برسیم که همچین پروژه‌ای رو تولید کنیم خب اوکی دممون گرم و خب اتفاق مهمیه، یعنی باز بعدها تاثیر میذاره روی تایپ‌های پایین‌ترش. ولی نه لزوما، یعنی قرار نیست که اون پروژه بخواد به تاریخ معماری جواب بده. یعنی آبکار فکر نمی‌کنم لزوما بخواد مثلا به تاریخ معماری جواب بده تو پروژه‌هاش. البته من اینجا باید یکم مثلا من فکر می‌کنم اتفاقا مثلا به تاریخ معماری کوبیست اتفاقا ارجاع میده. اگه فاساد رو ببینید فاسادها یه سری صفحه‌هایی هستند که عقب جلو شدن، مثل نقاشی‌های در واقع کوبیستی که چطوری میاد همه نمای ساختمون رو فلت می‌کنه و با این فلت شدن سعی می‌کنه یه دونه ورودی تولید کنه. یعنی مثلا اتفاقا آبکار اهمیتش از نظر من اینه که چطور میتونه که همزمان که یک رابطه‌ای با تاریخ معماری داره، همزمان یه رابطه‌ای با صنعت اون لحظه توی ایران داره و همین نمیاد نمای سفیده مثلا آدمایی که توی اونجا داشتن کار می‌کردن، همزمان یه رابطه‌ای با شهر و تونسته اینا رو در هم آمیخته تولید. یعنی این فکرانه من شهابم علاقه‌مندم به معماری. یه صحبتی که از اول کردی که بود که برای نسبت ما با شهر چیه و نسبت معمارها با شهر چیه و یه کارکتر و یه فیگوری هم از معمار بیرون اومد که این یک فرشته خیلی سرخوشیه که معصوم فراموشکار این و یک جایی شایان یک راه
در موردش صحبت کرد که خب ما هم میتونیم که به عنوان معمارها و جامعه معماری یک نهادی رو تأسیس بکنیم که این نهاده بتونه در مورد کار خودش صحبت بکنه، در مورد نتیجه خودش صحبت بکنه و در مورد این صحبت بکنه که این رابطه چیزی که ساخته شده و یا خلق شده توسط معمار با رابطهش با اقتصاد چیه، با سیاست چیه و این روابط چجوری میتونن شهر رو بسازن و پیش ببرن. شاید یه جایی اسم از 2 تا فیلسوف آوردیم به نام نگری و هارت که اینا فکر میکنم بعد از 68 که زندان رفتن و برگشتن و اینا به این نتیجه رسیدن، حداقل تا اونجایی که من میدونم به این نتیجه رسیدن که خود این نهادها، خود این احزاب یک جایی در این قدرت حذف میشن، یعنی خودشون یک ستونی از قدرت میشن به خاطر اون ساختار تمرکزگرایی که باز دارن و یه جورایی دور میشن از ساختاری که خود آیین یا اتونومی. ببین این راه حلی که در موردش صحبت کردی شاید به ذهن همه برسه به عنوان راه حل کلاسیک، ولی خب واقعا نگری و هارت با اینکه خیلی همیشه الان هم حتی کار میکنن و به روزم مدام می‌نویسن و وقتی متناشون رو میخونی واقعا متوجه میشی که آره این خودش دوباره یه سری به وجود میاد، خودش دوباره یه قدرتی تولید میکنه، خودش دوباره سلطه‌ای تولید میکنه. من اگر اشتباه نکنم چون خیلی تمرکز ندارم ولی فکر میکنم خود جریان به هم ریختن سیمان تو قرن 20 از طریق اون رفتن لوکوربوزی و بیرون اومدنش اینا هم همین، یعنی که خب این داره تو خود قدرت و تو خود سیستم سرمایه هست میشه. من فکر می‌کنم این خیلی مسئله مهمیه به خاطر اینکه ما الان در اکنونمون واقعا احتیاج به این که این شهر چیه و ما کی هستیم و این ساخته که این زیستنی که ما داریم صبح تا شب و شب تا صبح و این داره چه روزمرگی رو برای ما تولید میکنه و حالا من سر این مثلا باز این مقداری برام سوال هست که آیا جنس مقاومت جنس انفعاله، جنس خنثیه یا یه جور مقاومت کردن یه جور هستی شناسی مثبت و از امکانها و فرصتها بیرون میاد و میتونه یک جایی به عمل تبدیل بشه و به کنش تبدیل بشه. یعنی من فکر می‌کنم که این قدم درستیه که ما از لحظه اکنونمون که یک لحظه پر ابهام شلخته من فکر می‌کنم ما قدم برداریم به اون لحظه‌ای که خب حالا باید یک موضعی رو برای خودمون اتخاذ کنیم و اون مقاومت و از اون مقاومت قراره به اون سمت بریم و این خیلی مهمه که جنس و مقاومت چی باشه که ادامه حرکت و مسیر رو چیزایی بود که بزنیم. نه اوکی آره من فکر می‌کنم که آره اون که گفتی راجع در واقع ترونتی و نگری و هارت یه اتفاقی که میفته اینه که اونا نقد میکنن نهادهایی که داخل سیاست رفتن. یعنی مثلا روسیه رو چرا میگن عامل، من تا جایی که میدونم چرا میگن عامل شکست در واقع کمونیست در واقع توی روسیه استالین و دیکتاتورشیپش و اینا نبوده، این بوده که نهادهایی که نهادهای چپی بودن و باید خارج از در واقع حکومت میبودن اینا تحویل داده شدن داخل خود حکومت رفتن و چیزی که من به عنوان نهاد داشتم فکر می‌کردم واقعا من نجات فکر کنم همه ما هم جمع بشیم باز هنوز نهاد تولید کردن یه چیز خیلی عجیب غریبیه. اون یه نهاد مستقل از سیاسته و نقش نگوشیشن داره، در واقع نقش مذاکره کننده با دولت داره، نقش آموزش دهنده به مردم داره. اصلا معماری چیه؟ چرا مثلا یه سری معمار جمع نمیشن واقعا توی یه جای خیلی پابلیک یه سری ماکتاشون رو فقط بذارن که راجع به اینا صحبت کنن با مردم؟ یعنی اینا به نظر من موضوعیه که نهاده که میتونه پیش برندش باشه. یه موضوعی هم هست که مربوط به زبان معماری که اونا جدا هست.
مرسی. ببین اتفاقا این حرفی که زدی برای من خیلی جالب بود، مثل این حرفیه که تروتسکی میزنه راجع به انقلاب و میگه که انقلاب ها اصلا باید یعنی شکست میخورند و قضیه ما اینه که این انقلاب ها رو تکرار کنیم، یعنی قطعا ما پارسال شکست میخوردیم و مسئلهش تکرار شدنه، میدونی؟ و به نظرم تنها راه خروج اگه بخوام نظر شخصیمو بگم اینه که دائما این نقد رو به خودمون وارد کنیم و ما تنها راهش اینه، یعنی اصلا هیچ راهی نداریم. دقیقا همون اتفاقی که تو میگی میفته، به ناچار اگر ما همین جمع توسط 100,000 نفر دنبال بشه، ناخودآگاه داره اون نهاد قدرت رو برای ما تأسیس میکنه که بتونیم راجع به یه موضوعی یه بیانیه‌ای بدیم یا بتونیم یه بلایی بیاریم مثل تمام انقلاب‌هایی که در واقع تقریبا تمام انقلاب‌ها شکست خوردن دیگه. ولی موضوع اینه که به نظرم در واقع اپروچ فکری ما باید یه جوری باشه که دائما خودمون رو هم بتونیم زیر سوال ببریم و فکر میکنم که هدف اینجا ما خیلی راجع به این صحبت کردیم که آقا الان اگه یه جمع دیگه بیان مثلا راجع به ما رو نقد کنن چقدر خوب، میدونی چقدر نشون میده چقدر جامعه معماری ما پیشرو داره میشه که یه جمع دیگه سریع شروع میکنن نقد کردن، منتها نقد پروداکتیو. میدونی مسئله اینه که ما بیشتر چیزامون همه در حوزه مثلا قر زدن و نمیدونم حالا مثلا، یعنی اگه از اون حوزه وارد حوزه جدی بشیم و نقد کنیم فکر میکنم اتفاقا پله های ترقی رو معماری خیلی سریع‌تر طی میکنه. کسی دیگه؟ علی‌ام دانشجوی معماری که برام سوال بود که وقتی که ما توی این جغرافیای مشخصا ایران زندگی میکنیم، وقتی که داشتیم شما پرزنت میکردین اکثر فایل‌ها مطرح میشد به ارجاعاتی از خارج از این جغرافیا با زیستای مختلف و سوالم بود که وقتی شما شروع جلسه با پداگوژی گفتید و زیربنا برام سوال این چجوری می‌خواید بحث کنید که چرا هیچ ارجاع خیلی غیر از اون مسئله فرهنگی اینها خیلی در مرزی ندیدم این قضیه رو. خب چجوری می‌خواید الان سوال یه موضوع اصلی که هست، من بین غرب، شرق، ایران، شمال، جنوب، نمیدونم سیاره دیگه هیچ فرقی قائل نیستم. مثلا من یه معمارم، یه معماری هم که بوده 250 سال از کارش میگذره و من هر آدمی که به نظر من جالب باشه از نظر من معماری رو من وارد پرزنتیشن میکنم. اگه کسی رو نمیکنم توی جغرافیای ایران در حال حاضر، شاید کسی هنوز مد نظرم نیست که برای من یک الهام بخش باشه یا به این فکر کنم چه ایده های جالبی رو داشته. پولابکار هم خب چیزیه که هم من هم امیر روش خیلی تمرکز داریم. مثلا وارتان هوانسیان از نظر من اصلا آدم معماری جالبی نیست. سیهون که خیلی تو دانشگاه راجع صحبت می‌کنه، به نظر من کاملا یه کاری کرد که تو پداگوژی بزار حذف بشه داخل دانشگاه تهران. به نظر من مسئله داره چنین چیزی. ببین من خیلی راحت این آدم‌ها رو طبقه بندی می‌کنم و اینطوری نیست که به خاطر اینکه چون داخل مرز جغرافیایی من هستن تصمیم بگیرم بابتشون که بگذارمشون. این مثل همونه که تو به خاطر اینکه داخل مرز جغرافیایی داری یک پروژه‌ای تولید می‌کنی ارجاع بدی به یه سری پروژه معماری تاریخی. من چه این تفاوت قائل نیستم. مثلا مالویچ نقاشیاشو میکشه، نقاشیش برای من جالب روسه، مهم نیست، میذارمش. نمیدونم پال کلی تو باهاوس میذارمش. فلینی ایتالیایی نئورئالیست، فیلم جای تیکش که مثلا همون مسائلی رابطه به اون سیاست حاکمی که اون دوره داشته داره یا نداره؟ نه بعضیشون نداره. متوجه اصلا نمیتونه جالب باشه ولی خب تحت یک شرایط خاص خودش شاید. نه ببین واقعیتش اینه که به نظر من تاریخ یک چیز ریجید سفت و سخت نیست که تحت یه سری شرایط سیاسی خاص تولید بشه و این بشه فهم ما از تاریخ. نه، تاریخ به نظر من نریشن هر فردیه نسبت به پوزیشنی که الان در حال حاضر میگیره. تاریخ در لحظه حاله که احضار میشه